الله الرحمن الرحیم. اگر دیر اومدم مجروح بودم، اسیر قبض و بست روح بودم. در و باب شهادت را نبندید و ما واماندگان زان سو مخندید. شهادت نردبان آسمان است، شهادت آسمان را نردبان است. به نام خداوندی جان آفرین، حکیمی سخن در زبان آفرین. خداوندی بخشندهی دستگیر، کریمی خطا بخشی پوزش پذیر. با عرض سلام و ادب و بعد از حمد و ستایش به پایان پروردگار را و درود و سلام و برگزیده عالمیان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، هدایتگر و راهنمای بشریت و نجات دهنده انسانیت، و این چنین درود و سلام‌های فراوان بر خاندان پاک و نورانی و اصحاب و یاران با وفایشان که پیروی از راه و روش او نمودند و پرچم دعوت را در راه رضای خدا بلند برداشتند. مهمانان گرامی قدر، برادران و خواهران عزیز، با استفاده از فرصت در ابتدا حضور یکایک شما را به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به همایش جمهوریوی نور خیر و مقدم میگویم. محفلی که همه ساله در ایام بهار و فصل احیای طبیعت به خاطر گرامی داشت تاریخ گذشتگان و امروزیان برگزار میگردد. محفلی که سخن در آن به یاد شهدا آغاز می شود، به یاد آنهایی که برای اهداف نجیب، عقیده، آزادی و استقلال جان باختند، به یاد آنهایی که به حمایه ننگ و ناموس، دفاع از وطن و مقدسات ملی برخواسته بودند، به یاد آنهایی که بر اثر رویارویی ها جان خود را از دست دادند. یاد همه آنها را گرامی می‌داریم و از درگاه خداوند تبارک و تعالی مسئلت داریم که جای ایشان را جنت الفردوس بگرداند. در ابتدا به خاطر پرنور و با برکت شدن این محفل امروزه از قاری خوشاواز برادر گرامی حسین نوری احترامانه خواهش میکنیم تا آیات چند از کلام الله مجید را حضور ما و شما تلاوت فرمایند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظیم. برادران، خواهران و همدیران عزیز، شرکت کنندگان محفل جمهوریوی نور، در ابتدا باید خاطررسان کنم که در محفل امروزه بجز از اعضا و جانبداران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، اینچنین مهمانان نهایت گرامی از واسطه اخبار عامه، کورپوس‌های دیپلماتی، نمایندگان سازمان‌های بین المللی و اینچنین شخصیت‌های بسیار هم معروف و محترم کشور حضور دارند و به نمایندگی از راهبریت حزب و اعضا و جانبداران حزب که در این تالار جمع آمده‌اند، همه ایشان را شادباش و نور دیده تاج سر می‌گویم. و همزمان طبق برنامه‌ای که پیش رو داریم، چند نفر از بزرگان و علما و شخصیت‌های محترم کشور را به منبر دعوت می‌کنیم تا در طول برنامه یا این نشست ما را همراهی کنند. از استاد حاجی اکبر تورجانزاده احترامانه خواهش می‌شود که به منبر بیارند و اینچنین از استاد سید عمر حسینی معاون اول رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، از استاد بزرگوار حضرت ایشان محمود جان تورجانزاده و اینچنین از استاد رشید غنی عبدالله، یکی از تحلیلگران بسیار معروف کشور، از حضرت ایشان دولت خوجه محمدالله، از یکی از مؤسسین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان استاد حاجی قلندر صدرالدین زاده و اینچنین از حضرت مولانا عبدالحی اسکندر زاده، ببخشید، از معلمای محترمه نامزد اتحاد نیروهای اصلاحات‌خواه تاجیکستان در انتخابات اخیر پرزیدنتی کشور اپای آینه حال بابا نظر و از
خواهری بسیار فعال و همزمان معروف در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و بیرون از آن، اپای ظرفا رحمانی و اینچنین از استاد منصور جلیلزاده، یکی از سیاستمداران معروف امنیتی عبدالنظر از حزب سوسیال دموکرات و اینچنین از وکیلان حزب نهضت اسلامی در دعوت اولی مجلس نمایندگان بعد امضای سازشنامه صلح معلم محترم نصرالدین سعیدوف احترامانه خواهش می شود که به منبر بیان و جایهای خود را اشغال نمایند. بفرمایید. مهمانان گرامی، همچنین با استفاده از فرصت نمایندگان کورپوس‌های دیپلماتی و نماینده‌های سازمان‌های بین المللی که در این تالار تشریف آوردند، بار دیگر خیر و مقدم میگویم. دوستان عزیز، وقتی سخن از باب قافله شهدا آغاز می‌گردد، به شبهه چهره قافله سالاران این کاروان پیش نظر می‌آید. قافله سالارانی که عصرهای عصر مردم را به سوی عقیده و ارزش‌های عمومی بشری و پایبند بودن به احکام الهی فرا می‌خواندند و راهنمایی می‌کردند. از جمله این قافله سالاران از آدم علیه السلام تا خاتم المرسلین صلی الله علیه و سلم، اینچنین صالحین و پیروان راستین این راه میباشند که همیشه در دل و دیده ما مسلمانان جای دارند و بر اساس فرموده حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم که در حدیث شریفشون تاکید کردند، پس در حقیقت خداوند در هر 100 ساله کسی را برای این امت برمی‌انگیزد که دین آن را تجدید نماید. بله، دقیقاً منظور افراد است که به شرافت و برکت ایشان امروز ما در این تالار جمع آمده ایم. افرادی که به مقابل ظالمان و ستمکاران زمان خیش برخاستند. افرادی که شاگردان و پیروان مخلص و صادق خود را گردی هم جمع آوردند و حرکت را به نام نهضت جوانان مسلمان اساس گذاشتند تا بندگان خدا را از خرافات بدعت و منحرف شدن از راه راست باز دارند. همه با هم دعا میکنیم که خداوند روح و روان استادان زنده‌یاد، به خصوص مرحوم استاد سید عبدالله نوری و استاد محمد شریف همتزاده و تمام برادران و استادان دیگری که این مکتب را اساس گذاشته برای ما روندگان این راه به میراث ماندن از ما شاد بگرداند. اگرچه ایشان امروز در بین ما نیستند، ولی مکتبشان و راه آغاز کردهشان همچنان ادامه دارد. چهره های نورانی شهدا بر اساس وعده الهی همیشه جاویدانی هستند و لحظه را نمیتوان بدون ایشان تصور نمود. در همین اساس رشته سخن را به معاون اول رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، وکیل مجلس نمایندگان کشور استاد سید عمر حسینی می‌دهیم تا اطراف فلسفه و حکمت شهادت صحبت داشته باشند. و همچنین باید یادآور شوم که از طرف هیئت تدارکات این محفل برای هر سخنران تا حد اکثر تا 15 دقیقه وقت تخصیص داده شده است و احترامانه از هر سخنران خواهش میکنم که همین وقت را مراعات نمایند. بفرمایید. به نام خداوند بخشنده و مهربان، حمد و ثنای بی نهایت خداوندی را که شهادت را مقام والاترین درگاه خیش قرار داده، برای این مقام بهترین ها را انتخاب نموده و می نماید. درود و سلام صمیمانه بر امام و معلم شهدا و مجدد مکتب شهادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که درس تلاش و فداکاری را برای امتان خیش آموزانید و قلب و روح آنان را با عشق و محبت و شوق و شور شهادت لبریز گردانید. همچنین درود و احترامات نثار اهل بیت
و همه یاران با وفای او باد که با پیروی از تعالیم پرارزش مکتب او فلسفه و حکمت شهید گشتن و فدا شدن در راه هدف را به خوبی درک نموده این مقام والا را کمایی نمودند و برای نسل بعدین الگوی حسنه را به میراث گذاشتند. ضمناً سلام و درود خالصانه نثار آنان بود که تا به روز قیامت از این تعالیم آسمانی بهره میگیرند و آن را هرگیز به فراموشی نمیگذارند و با پیروی از خاندان و یاران پیامبرشان این مکتب شهادت و فدا گشتن را برای همیشه زنده باقی میگذارند. استادان گرامی قدر، خواهران و برادران که در این یادبود شهدا و یادبود استاد و مؤسس این حرکت اسلامی و شهید پرور حضور دارید، سلام و احترامات بنده را بپذیرید. چون موضوع فلسفه و حکمت شهادت نامگذاری شده است، قبل از همه لازم است که دو نکته را کمی روشنی اندازیم تا برای درک عمیق‌تر موضوع برایمان کمک نماید. نکته اول این که به معنای لغوی و اصطلاحی شهادت باید توجه نماییم. معنای لغوی شهادت این است که برای اثبات یک حق و یا اثبات یک حقیقت در حضور مردم یا در حضور محکمه شهادت و گواهی دادن. در اصطلاح باشد شهادت را به معنای فدا شدن و کشته گردیدن در راه هدف نیک، امثال برچیدن ظلم و فساد، مبارزه علیه جور و بیدادگری های گروه ها و یا حاکمان ظالم، تلاش برای برقراری عدل و داد یا کشته شدن در راه دفاع از مال و ناموس، دین و آیین و مرز و بوم وطن استفاده گردیده است. دیدگاه دینی مبین اسلام که تجدیدگری مکتب شهادت می باشد نسبت دیگر دیدگاه ها فراگیر و کاملتر است و در این دیدگاه معنای لغوی و اصطلاحی شهادت با هم نزدیکتر گردیده اند. این دیدگاه را از لابلای این موضوع شنوندگان گرامی می توانم برداشت نمایند. نکته دوم این که برای دریافتی پیام این موضوع خیلی مهم و ضروری است که می باشد آن این است که در حقیقت برای کاملا درک نمودن فلسفه و حکمت شهادت کس را لازم است که عقیده و اعتقاد اسلامی را با قلب و روح خویش آموزش داده، باطن خویش را به آن مزین گردانیده باشد. این آموزش عقیده قلب و روح صاحبش را نه تنها برای درک حکمت و فلسفه شهادت موفق می‌گرداند، بلکه این عقیده هر کس را برای قربان نمودن گرانبهاترین سرمایه دنیایش که روح و جانش است در راه گسترش و دفاع از آن عقیده آماده می‌سازد. این عقیده قربان گشتن را نه تنها نصف شدن نمی‌حسابد، بلکه آن را ابد زنده ماندن و نائل گشتن به بالاترین مقام که حضور در مهمانی خداوند است وصف می‌نماید. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. هرگز آنان را که در راه عقیده و ایمان به خدا کشته گردیده اند مرده نپندارید، بلکه آنها زندگان هستند که در نزد خداوندشان روزی داده می شوند. شهیدان زنده اند و جاودانند که مهمان خدای لامکانند. هر جا که سخن اطراف فضیلت شهید یا حکمت و فلسفه شهادت می رود، قبل از همه زنده بودن شهید روی زبان ها می آید. این واقعیت است، زیرا شهادت از نظر ما که به ظاهر اشیا می نگریم اونها مرده اند، از بین ما رفته اند. اما اینجا خداوند شهیدان توجه و دید ما را از ظاهر اشیا بیرون میبرد و به عالم معنا جلب میکند که حقایق آن عالم را نه به چشم سر بلکه تنها به چشم قلب و چشم عقیده میتوان مشاهده کرد. ما چگونگی حیات شهدا تنها از بیانات خداوند و هدایات پیامبر گرامی قدری و درک می نماییم که قسماً از طرز و اسلوب حیات ما زنده ها فرق‌های می داشته باشد، ولی اگر منشأ و سرچشمه فهم و ادراک مفاهیم عمومی را تنها به ظاهر اشیا که ما درکشان میکنیم وابسته گردانیم، حتما با درک حقیقت‌های بسیاری از آن مفاهیم که از درک ما پنهانند نخواهیم رسید. در این حالتها برای ما بهتر آن است که به بیانات خداوند گوش فرا داده تنها آن را معیار درک و فهم خویش در چنین امور قرار بدهیم.
و بر اساس آن خلاصه های خش را برآوریم، چون که صلاحیت اظهار نظری واقعی و درست را در موضوع مربوط به شهدا تنها خداوند شهدا و پیامبر و معلم آنها دارند و خلاص. در واقع شهید از حیاتی که ظاهرا ما میشناسیم و آن را درک میکنیم جدا شده اند، لیکن آنها خود نمرده اند، یعنی آنها خود مرده نیستند، بلکه در راه خدا کشته شدند و از هر وابستگی مادی و غریزه های بی ارزش پاک گردیده اند. آنان ارواح خیش را فدای راه خدایشان کرده اند. آنها با او تعالی وصل گردیده اند. این است که خدایشان به نمایندگی از آنان به ما خبر می‌دهد که آنها مرده نیستند. ما را هم وادار میکند که آنها را مرده نخوانیم، بلکه آنها ابد زندگانند و چندین خصوصیات حیات در آنها وجود دارد. با آن فضل و کرم و مقامی که خدا برایشان داده است و از آنها راضی گردیده است، خیلی شاد و مسرورند. آنها در مهمانی خداوندند و مثل زندگان از جانب او روز پروزی داده می شوند و مانند آنان در محافل و جشنهای و مهمانیها شرکت می ورزند. حتی گاه برای درست برگزار شدن چنین جشن و مراسم ها از ما زندگان دیده تأثیری چشمگیرتر می گذارند و هر جا که برادرانشان از حق قدم بیرون گذاشتنی شوند آنها را با اسلوب خاص آگاه می نمایند. آنان در تمام شرایط و حوادثی که به برادران همسلکشان اتفاق می افتد حضور می یابند و برای رفع آن حوادث اهمیت می دهند و با اسلوب خودشان تأثیری ضروری را آنجا می گذارند. با برادران و همسفانی در دنیا مانده اشان دائما در تماسند و آنان را بشارت می دهند که راهشان راه حق است و راه رسیدن به رضای خداوندی است و از هر گونه خوف و خطر و حزن و اندوه خالی می باشد. آنان در واقع به چشم خویش دیدند که خداوند هیچگاه اجر و مزد مؤمنان خویش را بر هدر نگردانیده است. این است که شهدا با بشارت و تماسهای مداوم خویش بالای برادران و همسفانشان چنان تأثیر می‌گذارند که آن شوق و رغبت آنها را در رسیدن به جوار مقام شهدا افزونتر و افزونتر می‌سازد و دائما به مقام آنها غبطه می‌خورند و آرزوی رسیدن به آن مقام را می‌نمایند. این همه حالت‌های شهدا، یعنی روزی یافتن، شاد و مسرور گردیدن، شادیانه و بشارت دادن، در حوادث تأثیر گذاشتن و از حوادث متأثر شدن، همه خصوصیات زندگانند. پس چرا آنان را ما مرده پنداریم و در فراقشان غمگین شویم که آنها خود زنده اند و بر حیات و حوادث آن در ارتباطند و از همه مهم آنها در نزد خدای خویش از فضل و کرم و مقام شایسته برخوردار گردیده اند. این دیدگاه نسبت شهدا دیدگاه احیاگر و مؤثر است و در شعور و روان مؤمنان تأثیری می‌گذارد که استقبالشان نسبت مرگ و حیات و تصوراتشان نسبت ماجرای این جهان و آن جهان دیگرگون می‌گردد و بر این اساس آنها این حیات دنیا را فرصت طلایی برای رسیدن به آن مقام والای شهادت ارزیابی می‌نمایند. این شعله شوق و رغبت شهادت از روزهای اول در قلب و روح مؤمنان واقعی فروزان شده بود و آن شعله هیچگاه خاموش نگردیده و هرگز خاموش نخواهد گشت. این شعله عشق هزاران عاشق شهادت را به وصال معشوق رسانیده است و ایده دیگر آماده و در انتظار وصالند. این فدا شدنها، این انتظارها و این آمادگیها برای مقام والای شهادت اعلامیه را میماند که با زبان خاموشانه شهدا که گویاتر از زبان ماست اعلام می شود که ای مردمان عالم، خواه مومنید خواه غیر مومن، این را بدانید که در این دنیا یک حقیقت مطلق ارزی وجود کرده است و آن عقیده است. تنها آن عقیده سبب نجات و سعادت هر دو عالمی ما عالمیان است. این عقیده برای صاحبانش همه چیز است. این عقیده برایشان سعادت این دنیا و آن دنیاست. نجات از مصائب و مشاکل این دو حیات است. برای آنها در این دنیا هیچ چیز ارزشمندتر از این عقیده وجود ندارد. برای آنها آرزو و هدف بالاتر از آن نیست که این عقیده نجات بخش
نجات بخش گسترش یابد و اهل عالم را فرا بگیرد تا همگان به سعادت دارین نائل بگردند. تنها این عقیده است که صاحبانش به خاطر گسترش و دفاع آن در این دنیا زندگی دارند و گاها به خاطر اثبات حق بودن این عقیده جانهای گرانبهای خویش را نیز فدا می نمایند. شهدا که صاحبان اصلی این مکتبند حیات خود را در این راه نثار کردند و میکنند، چون آنها بنا به توصیه معلمشان که گفته بود هر چی را برای خود دوست می‌داری برای دیگران نیز دوست بدارید. هدایت، نجات و سعادت را نه تنها برای خود بلکه برای دیگران نیز آرزو دارند و برای تحقق این آرزویشان گاهی شهید میشوند و خویش را فدای زندگی دیگران مینمایند. ما تن به فنا دادیم تا زنده شما باشید، بر خاک مزار ما مشغول دعا باشید. پس در قلب روح آنها هیچ چیزی بالاتر از این عقیده جایگاه ندارد و هیچ چیزی خرد و بزرگ را به دست نآوردند که برای تبلیغ و یا دفاع از آن عقیده فدایش نکرده باشند. این عقیده از زمانی که ارض وجود کرده است واقعا حقیقتی نادر است که تنها مسلمین، این شاگردان مکتب اسلام، به درک و فهم آن نائل گردیدند و بعداً توسط گسترش تعالیم این مکتب تمام اهل این زمین خاکی از وجود آن حقیقت آگاهی یافت. بعضی از دانشمندان و مفسران زنده بودن شهدا را در زنده ماندن مکتب آنها می‌دانند که این هم تا جای یک اندیشه به حقیقت نزدیک میباشد. این ایده از مفکران میگویند که شهدا با فدا نمودن جانهای گرانبهای خویش مکتبشان را حیات ابدی بخشیدند. آنها خود را فدا کردند ولی تعالیم مکتب خویش را که مکتب عقیده و اعتقاد است و کفیل سعادت و نجات بشریت است عمر دوباره بخشیدند. واقعا زنده و پاینده ماندن مکتب این خود زنده ماندن صاحبان این مکتب محسوب می شود. آنها کسانی هستند که می خواستند برای اثبات حق بودن تعالیم مکتبشان در نزد جهانیان گواهی و شهادت بدهند تا جهانیان نیز از این عقیده که گوهر قیمت بهای را میماند بهره‌ور گردند و همگان سعادت و خوشبختی دارین را نائل شوند. همین بود که آنها از هدایات قرآن کریم و از بیانات پیامبر گرامی قدر و از سیرت آل و اصحاب ایشان چنین برداشت نمودند که هیچ گواهی و شهادت در این محکمه بالاتر و رساتر از فدا نمودن جانهای گرانبهایشان وجود ندارد. بنابراین آنها این گواهی و شهادت را ادا نمودند. آنان را خداوند برای انجام این گواهی و شهادت انتخاب کرده بود و خودش عنوان پر افتخار شهید را که واقعا آرزوی بعدی مرگی هر یک شخص مؤمن است تنها برای آنان سزاوار دیده است و چنین گفته است: تلك الایام نداولها بین الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم الشهداء. این روزگار است که به نوبت بین مردمان دور میزند، یعنی مبارزه بین حق و باطل و گاه پیروز شدن و گاه مغلوب شدن یک سنت و قانون الهی است که در جامعه بشری رایج گردیده است تا بدین وسیله خداوند مؤمنان را شناسایی نموده از بین شمایان شهدای را انتخاب نماید که با تلاش خستگی ناپذیر و فدا کردن خویش شهادت و گواهی بدهند که دین فرستاده خداوند به سوی مردم حقیقتی به شبهه است. شهیدان کسانی هستند که از خود و از همه وابستگی‌های خود صرف نظر کردند. به عباره دیگر آنها اشخاصی هستند که انانیت و منیت خویش را در هم شکستند. آنها نه برای خود بلکه برای دیگران زندگی و فکر میکنند. به خاطر دیگران احساسات تند و شدید آنها را فرا میگیرد. آنها برای دیگران شاد و مسرور میگردند. آنها برای دیگران میگریند و برای دیگران میخندند. آنها از رنج و زحمت دیگران خیلی رنج میبرند و غمگین میشوند. میتوان گفت که این خصوصیت شهیدان بیانگر آنند که
آنها توانستند حیات خیش را به حیات معلم و پیامبر گرامی قدرشان مطابق و همسان بسازند و خصوصیات و ویژگی های اخلاق پیامبری را در وجود خیش به نمایش بگذارند و موافق و مناسب هر عصر و زمان بودن اخلاق پیامبر را که همان قرآن کریم است به اثبات برسانند. خداوند در وصف اخلاق و خصوصیات پیامبرش چنین گفته است: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحیم. ای مردم، از بین شما پیامبر برایتان خواهد آمد که رنج و زحمت شما برای او خیلی گران و سنگین تمام می شود. بدبختی و بیچارگی و رنج و زحمت شما که گاه خود از آنها بیخبرید او را خیلی رنج می دهد. حقا که برای خوشبختی و سعادت شما خیلی شوقمند و حریص می باشد و نسبت مؤمنان خیلی مهربان و با عطوفت است. این خصوصیات و این اخلاق نکو را که شهدا نیز نائل گردیده بودند با فدا نمودن جسم خیش برای جهانیان به نمایش گذاشتند تا با همه وجودشان که نقش زبان را ایفا می‌کرد خاموشانه به جهانیان بگویند که ما برای سعادت و نیکبختی هر دو عالم شما خیش را فدا نمودیم تا شما مطمئن باشید که این عقیده اسلامی حق و درست است و تنها صاحبان آن از جمله کامیاب شوندگانند. و اگر این عقیده حق نمی بود هرگز ما که مثل شما حیات را دوست می داریم خود را فدا نمی کردیم، چون هیچ انسانی عاقل برای باطل خیش را فدا نمی سازد. با این مراجعت شهدای راه حق خطابه خیش را حسن اختتام می بخشم و از خداوند متعال برای یکایک شما کامیابی را در هر دو عالم استدعا می نمایم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با اظهار تشکری و قدردانی از استاد سید عمر حسینی که موضوع فلسفه و حکمت شهادت بسیار یک موضوع وسیع هست و توانستند در طول 17 دقیقه اون را گنجایش بدهند. از ایشان اظهار سپاس میکنیم. دوستان گرامی، همدیران عزیز، یادم می آید در یک صحبت خود رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان استاد محیدین کبیری مرحوم شهید مؤسس این حرکت استاد سید عبدالله نوری را وصف نمودند و چنین یک کلمات زیبا و تاریخی را به زبان آوردند: در تاریخ ملت ها گاه مصلحان بزرگ و مردان با شهامت پا به عرصه هستی میگذارند که واقعا سازندگان سرنوشت ملت ها به شمار می روند. استاد سید عبدالله نوری به حق یکی از شخصیت های نادیره بود که نام او در تاریخ بزرگان جامعه بشری به ثبت رسیده است. پرتو ابعاد شخصیت او تمام پهنای زندگی ملت تاجیک را فرا گرفته راه تکامل معنوی و حرکت به سوی جاویدانگی را بر روی آن گشاده است. طبیعی است که به داشتن چنین شخصیت بیداری ملت ها به تأخیر می افتد. استادان سید عبدالله نوری و استاد محمد شریف همتزاده افراد بودند که در پهلوی دیگر بزرگان ملت دوش به دوش ایستاده در بیداری ملت نقش بارز و کلیدی را ایفا نمودند. اینک رشته سخن را به حضرت ایشان محمود جان تورجانزاده می دهیم تا اطراف نقش علما در بیداری ملت اندیشه چند ارائه نمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم جماعه اهل اسلام، البته علما رسالت خیلی سنگین، مسئولیت و وظیفه خیلی مقدس بر دوش دارند، خصوصا علمای دین. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام ترمذی روایت میکنند میفرمایند العلماء ورثة الانبیاء
فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. علمای امت اسلام اینا وارثان و میراثبران پیامبران خدا هستند، زیرا انبیای کرام بعد از مرگ خود دینار و درهمی و ثروت و مال به ارث نگذاشتند. یگانه میراثی که ایشان بعد از مرگ گذاشتن این علم است. پس هر بنده این میراث انبیا را به دست می آورد نصیبه خیلی بزرگی حاصل نموده است. خود این حدیث برای کسانی که خصوصا علماء دین که این میراث مقدس و گرانبها و خیلی در عین زمان سنگین و پرمسئولیت را بر ذمه میگیرند، باید وظیفه خود را بشناسند و رسالت خود را در جامعه بدانند و اونچنانی که خدا و رسول از ایشان تقاضا و طلب دارند باید رسالت خود را در جامعه ایفا نمایند. بیشترین صفتی که عالم ها دارند این علم فروشی است، این دین فروشی است. خدا نکند عالمی که این میراث گرانبها را دعوای به ارث بردن دارد و خود را عالم و نماینده دین می‌داند، اما از راه قرآن و سنت و از حفظ این امانت که بزرگترین امانت انبیاست اگر رفت و خدا نکرد منحرف شد، در اون صورت او خیانت بزرگی در دین و نزد خدا و رسول خدا نموده است. از این خاطر صادقترین صفت در حق علماء دین این صداقت در دین است. باید علما در راه دین صادقانه عمل نمایند، برای هدایت مردم، برای سعادت مردم از چیزی و از کسی نهراسند، سخن حق را بگویند، کتمان حق نکنند. والله عالم هایی که کتمان حق میکنند، سخن حق را از ترس و هراس میپوشانند و به مردم نمیگویند، رعایه خواجه ها میکنند، رعایه دنیا و منصب دنیا و مال و مقام و راحت دنیا میکنند و خلاصه نمیگویند. در قرآن عظیم شان نسبت این طایفه علماها وعیدهای خیلی سختی، تهدیدهای خیلی سخت ذکر شده است. از آن جمله در سوره بقره در آیه 159 استعیذ بالله ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. خدا میگوید البته این آیه مبارکه در شأن علماء یهود نازل شده است، ولی جمیع مفسرها میگویند حکم او تا روز قیامت شامل علماء اسلام نیز هست، زیرا مفسرهای قاعده دارند میگویند العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لفظ عامی که خداوند در این آیه مبارکه ذکر نموده است معتبر است، اما اون سبب خاصی که این آیه به خاطر نازل شده است او اعتبار ندارد. در این آیه مبارکه الان که تلاوت کردیم ذکری از علماء یهود و قوم یهود نیست، بلکه با اسم عام ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. خدا میگه دانشمندانی که حقایق علمی را، حکم خدا و رسول که ما در قرآن بیان نموده ایم از مردم میپوشانند
از ترس یا از رعایه مقام و منصب یا از رعایه جدا شدن از راحت معیشت زندگی خلاصه کتمان میکنن، پروردگار میگوید این طایفه عالمهای حق پوش، این طایفه از عالمهای دین فروش و خائن نفرین شده های خدا هستند. نه فقط خدا بر اینها لعن و نفرین میکند، بلکه تمام موجودات لعنت و نفرین بر اینها میخونند. از این خاطر در آیه ثانی خداوند حتی تهدیدی به عذاب دوزخ میکند. استعیذ بالله ان الذين یکتمون ما انزل الله و یشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار ولا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. صدق الله العظیم. کسانی که عالم‌هایی که با در عوض این علم فروشی و دین فروشی ثمن دنیا به دست می آرند، پول و ثروت دنیا به دست می آرند در عوض خیانت در دین، خداوند میگوید اینها روز قیامت در اشکمی خود، در شکمی خود پروردگار میگوید آتش جهنم میخورند. روز قیامت اینها مورد لطف و رحمت خدا قرار نمیگیرند و عذاب دردناک در انتظار اونهاست. بنابر خاطر همین رسول اکرم در حدیثی که طبرانی روایت کردن به علما یک هشدار دادن، گفتن تناصحوا فی العلم فإن خیانت احدكم فی علمه اشد من خیانته فی ماله. ای علمای اسلام، در امر دین و بیان حقایق علمی خیرخواه باشید و خیر اندیش باشید و خیرخواهانه عمل کنید، زیرا بدانید که خیانت در علم بدتر از خیانت در مال است. ببینید مال یه شخصی را با خیانت از آن خود کنی، یا کسی یه امانت مالی در نزد شما میگذارد، شما خیانت در اون امانت مالی بکنید، چقدر گناه کبیره است، گناه عظیم است. و حتی یکی از صفتهای ویژه و خاصی منافقین است. پیغمبر خدا میفرمایند خیانت در علم بدتر از خیانت در مال است. برای عبرت خداوند در قرآن عظیم شان قصه بلعم باعور می آورد. بلعم باعور یکی از دانشمندان اهل کتاب بود، به قولی از قوم یهود بود، به قولی از کنعانی های فلسطین بود. خوب سرزمین کنعان قوم از جبابره، یک قوم استیلاگر و ظالم ضبط کرده بود. وقتی که حضرت موسی بنی اسرائیل از مصر نجات دادن، از زیر ظلم فرعون و فرعونی ها به ایشان فرمان شد برای آزاد کردن زمین مقدس از دست این استعلاگران جبابره. و این بلعم باعور در بین این قوم زندگی میکرد و یکی از دانشمندانی که حتی قرآن عظیم و شان خبر میدهد که علم لدونی داشت، علم عند الله داشت و این در عین زمان مجاب الدعوه بود، هر دعایی که میکرد اجابت میشد. وقتی که خبر یورش بردن حضرت موسی به زمین کنعان به فلسطین برای آزاد کردن از دست این استیلاگرها به گوش جبابره این قوم ظالم و ستمگار رسید، اونها قبلا دیده بودن که فرعون با اون دار و دستش در برابر موسی علیه السلام شکست خورد، لرزه بر اندامشان افتید. ترس و واهمه در دل پیدا شد و شکست خود را اونها یقین دانستند. بنابراین گفتن ما با قوه مادی، با سلاح و لوازمات جنگی نمیتوانیم در برابر موسی پیروز شویم. فرعون که با اون قدر قدرت و قوه‌ای که در اختیار بود شکست خورد، حتما شکست ما هم ناگزیر است. از این خاطر رو به بلعم آوردن. بلعم که در سرزمین اونها زندگی میکرد
و خیلی شخصی محترم هم بود. دعوت کردن، گفتن موسی با چنین قصد لشکر کشیده است، از شما خواهش میکنیم برای شکست قوم موسی و لشکر موسی شما دعا کنید، زیرا شما شخص مستجاب الدعا هستید، دعای شما مقبول است. بلعم چون حضرت موسی را میدانستند که نبی بر حق است، پیغمبر بر حق است، این پیشنهاد قبول نکردند. گفتند چگونه علیه موسی دعای بد بکنم، بر شکست موسی دعا بکنم، در حالی که میدانم او پیغمبر خداست. من هرگز این کار راضی نیستم، نمیکنم. گفتم در ابتدا رد کرد. خوب بعد از اون در اثر رشوه دادن، پاره دادن، پول و ثروت دادن از طریق همسر و فرزندهاش بالاخره بلعم راضی کردن. چون خود شخص دنیا دوستار بود، بالاخره در فریب این قوم جبابره افتید و راضی شد که علیه حضرت موسی علیه السلام قیام بکند. روزی که قرار شد باید بر ضد موسی علیه السلام دعا بکند و الاغ خود سوار شد و همون تله که تیپه که پشت او لشکرگاه حضرت موسی بود برآمد با چند نفر از رؤسای قوم جبابره، حاکمها و حکومتدارها دعا بکند. خداوند یک نشانه از قدرت خودش در اینجا اظهار کرده، اینه که در قرآن میارن و این روایت در تفسیر ابن کثیر هم هست، قرطبی هم هست، جمهور مفسرها این در شرح و تفسیر آیه مبارکه سوره اعراف این قصه رو ذکر میکنن. وقتی که قرار گرفت و بعد دست برداشت، بعد از مناجات و بعد از نماز و ریاض و راز و نیازی که با خدا کرد، دست برداشت و خواست علیه موسی دعا بکند با قدرت الهی. هر دعایی که بر شکست موسی میکرد در زبانش بر شکست قوم خودش می آمد، یعنی دیگه زبان از اختیارش بیرون شد و هر دعایی که برای پیروزی و نصرت قوم خودش میکرد بر قوم بنی اسرائیل، بر قوم موسی میرفت. یا وقت صدای همراهاش بلند شد، گفته و بلعام این چی دعا هست؟ والله تو بر هلاکت ما دعا داری، بر نصرت موسی دعا میکنی، بر هلاکت و شکست ما دعا کردی استادی. گفت اون چی که من قدرت دارم همین است، دیگر این زبان، این پاره گوشتی که در دهان من است از اختیار من، از کنترل من بیرون است. همین بود، حتی زبانش هم از دهان بیرون شد که قرآن عظیم شان در سوره اعراف ذکر میکنه. استعیذ بالله واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. خدا میگه پیغمبر قصه این عالم دین فروشه، این عالم حاکم پرسته که به خاطر پول دنیا و منصب دنیا و زرق و برق دنیا علیه نبی خدا موسی علیه السلام برآمد برای درس و عبرت امتانت، خصوصا علمای امت قرائت کن، بخوان. همون برعمه که فانسلخ منها از اون آیاتی که خدا به او داده بود، ماننده که مار از پوستش جدا می شود جدا شد. فاتبعه الشیطان، پس شیطان میگه او رو دنبال روی خود گردانید، تابع خود گردانید. فکان من الغاوین، از جمله گمراهان شد. خلاصه زبانش دیگه از دهان بیرون شد که این شب خداوند حتی تشبیه به یک حیوان خیلی حقیری میکند در سوره اعراف. علماها بدانید وقتی که از راه شریعت بیرون شدید، از راه قرآن و سنت بیرون شدید، زشترین تمثیل در قرآن در شأن علما هست. در این آیه کلمه خداوند حتی به سگی تشنه که زبان میکشه تشبیهش میکنه. استعیذ بالله فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث. این باعور دنیا پرست، مال پرست و پول پرست و خلاصه حکومت پرست، خدا میگوید حالش به حال اون سگی تشنه میماند که زبان از دهان بیرون له میزند، که در هر حالت خواه او را برانه، خواه به حال خود رهاش بکنی، زبانش از دهانش بیرون است. و همین خلاصه تشنگی این
بلعمی با اور خداوند در قرآن تصویر کرد. در آیت دیگری که ببینید خداوند علماهایی که به مقتضای علمشان عمل نمی کنند، فرق ندارد اون عالم از جنس مرد است یا از جنس زن، تفاوت ندارد. وقتی که خواند و فهمید به خوانده و فهمیدش عمل نمی کند، خداوند تشبیهش می کند به چی؟ به حتی اولاغ. بسم الله الرحمن الرحیم مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. این هم در شأن علما هست. آره در شأن علمای یهود است، ولی حکمش عام است، شامل علمای اسلام هم می شود. همون عالم‌هایی که مانند علمای یهود رفتار نمودند، اونها هم در ضمن این آیه مبارکه داخل می شود. بنابراین علم دین خصوصا به دست گرفتن، بر ذمه گرفتن خیلی مسئولیت سنگین دارد. از این خاطر در یک حدیث پیغمبر خدا گفتن شرار الناس شرار العلماء فی الناس. خواهید که بدترین آدم ها را من به شما بفهمانم کیست؟ بدترین علما در بین مردمان هستند. ببینید بدترین انسان ها بدترین علما بودند. چرا؟ زیرا یک انسان اگر بدرفتار باشد، بدرفتاری او فقط ضرر بر جان خودش میرسد، اما خدا نکرده یک عالم منحرف شد، زیان او، بدرفتاری او میتواند جامعه را فاسد بکند، بر جامعه ضرر برساند. از این خاطر در یک حدیث دیگر که این روایت ابولیث سمرقندی در بستان العارفین هم میفرمایند العلماء امناء الرسول ما لم یخالط السلطان ولم یدخلوا فی الدنیا. عالم ها امانت نگهدار انبیا هستند مادامی که اونها حاکم پرست و دنیا پرست نباشند. فاذا خالطوا السلطان و دخلوا فی الدنیا فاعتزلوهم فقد خانوا الرسل فاعتزلوهم واحذروهم. وقتی کدام عالمی که حاکم پرست شد، منصب پرست شد، دنیا پرست شد، خلاصه دنبال این چیزها رفت و به خاطر این چیزها دیگر حقیقت علمی را، حقایق علمی را به مردم نگفت و پوشانید یا سکوت اختیار کرد. ببینید سکوت اختیار کردنم در جایی که یک حقیقت علمی را باید بگوید، اینم معنای خیانت کردنی در دین است. فقط خان الرسل، این طایفه عالم ها خیانت بر پیغمبران خدا کردند. فاعتزلوهم واحذروهم. بنابراین رسول اکرم گفتن امت از این طایفه علما شما خودتان کنار گیرید و از شر اونها، فتنه اونها خودتان احتیاط نمایید. از این خاطر به علمایی که خصوصا علمای دین که میراث گرانبهای پیغمبر خدا را بر دوش گرفتید، خواهش میکنم که اون چنانه که دین از شما طلب دارد، علم دین از شما طلب دارد، خدا و رسول از شما طلب دارد، با او عمل کنید. عالم حق گوی و حق تلاش باشید. و چنانه که در مقام شهادت گفتن بهترین جهاد پیغمبر خدا گفتن گفتن سخن حق است و افضل ترین شهید بعد از حضرت امیر حمزه که افضل الشهدا است، همون شهدا است که به خاطر گفتن سخن حق در راه خدا شهید می شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چون میدونیم که استاد گنجی رو میمونن که مالامال از علمن، مالامال از پند و اندرز و نصیحتن و اونها برای اونها اون 10 دقیقه یا 15 دقیقه که ما برای ایشان تخصیص دادیم ما خوب درک میکنیم که برای ایشان کم است، ولی منتها دستی نارسا داریم چون مردم هم از راه های دور خیلی زیاد آمدن و فرصت هم خیلی کم است. برای همین امید داریم که حضرت ایشان چون اون دعوت هایی که همه روزه طریق یوتیوب و فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی پخش می شود، این دعوت و این گفتنی ها، این مراجعت هایی که به اهل علم، با آنهایی که دعوای باطل جدایی دین از سیاست را دارند همیشه ادامه خواهند داد. اعضا و جانبداران حزب نهضت اسلامی، محترم ریاست عالی و شورای سیاسی، زمان ما همگی
در اطراف شخصیت استادان سید عبدالله نوری و محمد شریف همتزاده جمع می اومدیم، ولی امروز اطراف مکتب و تعلیمات ایشان جمع آمده ایم. این گواهی آن است که هر کدام ما از این مکتب درسی را آموخته ایم و رشته ما را به هم می پیوندد. به شک این رشته همان رشته است که خداوند در قرآن عظیم الشأن درباره آن فرموده است: واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یعنی بر ریسمان خداوند همگان چنگ بزنید و از آن پراکنده نشوید. این ریسمان همان ریسمان است که سررشته آن در دست پیامبران بود و سررشته دیگر از طریق بزرگان و پیشوایان از نسل به نسل می‌گذرد و ما را به سلف صالح می‌پیوندد. این ریسمان طول تاریخ گاه سخت و گاه نحیف بوده است، ولی هیچ گاه کنده نشده. هر کی به این ریسمان چنگ زد خود را نجات داد و هر کی خود را کند رشته وصل خویش برید. استادان مرحوم مسئولیت خود را نزد پروردگار و ملتشان انجام دادند و سررشته این ریسمان امروز دست ما و شماست تا به نسل‌های بعدی بسپاریم. اگر ما خود را نسل تربیت دیده مکتب استادان سید عبدالله نوری و محمد شریف همتزاده می‌دانیم، پس مسئولیت ما ادامه این راه، تقویت این مکتب و عملی ساختن آرمان‌های ایشان است. دوستان عزیز، باید یادآور شوم که یک هیئت بسیار بزرگ از ولایت سوخت در این همایش ما شرکت دارند. با وجود که خب به سبب باد هوا بود یا با عامل‌های بیرونی یا صنعی که از طرف بعضی دایره‌های دیگر روی دست گرفته شد، بعضی برادران تشریف آورده توانستند در این همایش شرکت کنند و بعضی دیگر نتوانستند، ولی با فضل خداوند و عنایت الهی شمار اکثری آنها امروز در این تالار هستند و ما را در این همایش جمهوریوی نور همراهی دارند. و باید تذکر بدهم که همراه ایشان یکی از شاعران چیره‌دست که امروز با ایجاد شعر و یک آثار گوهربار در وصف اسلام، در وصف آنهایی که در راه خدا مشغول به دعوت هستند، دامولا عباس رجبی حضور دارند و ایشان هم در وصف استادان یک شعر ایجاد کردند و از ایشان احترامانه خواهش میکنیم همون شعر را در حضور ما و شما قرائت فرمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. شهیدان بر شهادت خنده کردند، به عطر خود بهاران زنده کردند. به زیر لب بگفتا لاله این حرف، شهیدان لاله را شرمنده کردند. اینجا من دو شعر انشاءالله میخوانم. یک شعر با نام سنگ شهید یا یادی از شهید، دیگرش پیغام شهید است، چون روزی شهداست. سنگ اندر سری مزار من، سنگ گویای سالها بود است. به تکلم نهفته بر سر من، هم سخنگوی نامه ها بود است. می تراود همیشه بر سر من، همچو شمسی که والضحی بود است. سنگ خونین مرقد شهدا، سنگ والای بی بها بود است. این نه سنگ است عزیز من بینگر، پاره لعل و خونبها بود است. شکر حق را شهید گشتم من، این شراب شربتی خدا بود است. بینشین مادرم کنار من، سنگ من بین چو لاله ها بود است. قدر سنگ مزار من این است، قدر من دان که بی بها بود است. این نشانه برای ملت من، از شهیدی زمانه ها بود است. خب دیگر شرکی پیغام شهداست و به خصوص پیغام استادان عزیز مؤسسین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بهر ما و شماست. برخیز ز غفلت که دیگر صبحی صفا شد،
برخیز ز غفلت که دیگر صبحی صفا شد، هر بیخبر توبه کنان سوی خدا شد. رو سوی خدا کرده ز بتخانه جدا شد، بازار خدا بیخبران جمله فنا شد. در صبحی صفا آه کشیدن دیگر آموز. ما بال و پری خویش کشادیم و پریدیم، آن گونه پریدیم که بجای برسیدیم. صیاد که دام پی نابودی ما داشت، ما جز هدفی خویش دیگر هیچ ندیدیم. با بال و پری خویش پریدن دیگر آموز. ما حزب خداییم، ما حزب خداییم، به کسی قصد نداریم. آگاه شوید لیک سری پست نداریم. ایمان به خدا عدل و امانت هدفی ما، در خون کس و مال کسی دست نداریم. اندر ره آزادی دویدن دیگر آموز. سنگ بسر ما بزنن سنگ ملامت، این سنگ برادر بوده یا سنگ عداوت. تا که همه این کینه ستیزی و جهالت، یا می رود این دشمنی ها تا به قیامت. بیرون شو از این درد رمیدن دیگر آموز. تهمت به سر نهضتی باران بهار است، سیما و صدایش پی آن لیل و نهار است. تا که همه این بیخردی فخر و شعار است، این ملت غم دیده من مست و خمار است. این درد دیگران است شنیدن دیگر آموز. ما سنت رفتن بر ره خویش بدانیم، هر نامه که ما را بدهندش نخوانیم. با عقل و خرد جاده خود را بشناسیم، جز راه خدا راه دیگر را نشناسیم. در راه خدا رفته رسیدن دیگر آموز. ای نهضتی ها، ای نهضتی ها، حزب شما حزب خدا هست. این حزب خدا اصلش ذکر و دعا هست. آن فضل خدا نصرت و پیروزی قریب است. این مژده پیغمبر ما بهر شما است. با مژده پیروزی رسیدن دیگر آموز. زنده باشید. واقعا ما مردمی فارس و تاجیک ادبیات داریم، اشعار داریم که به قلب ها می رسد، قلب ها را تحریک می بخشد، انسان ها را به اندیشه وادار می کند، آنها را به حقیقت، به اصالت خویش برمیگرداند. این اشعار بود که فکر میکنم از قلب به قلب رسید. مطمئناً اکثر آنهایی که امروز در تالار نشستند از این ابیات پر از مهر و صداقت و ایمان به قلب ها رسیده باشد. پوشیده نیست که این راه در طول تاریخ هیچگاه هموار و یکسان نبوده است. میدانیم، ما همگی میدانیم که تا به امروز رسیدن حرکت ما و شما که امروز حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نام دارد، پستی و بلندی ها و راه پرپیچ و تاب را طی نموده است. فعالیت سری و پنهانی، مشارکت در امور سیاسی و هجرت و جهاد گواه آن است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان امروز جوانمردی بر کمال تنومندی را میماند که به همه گونه گرما و سرما و برف و باران زندگی تاباور است. در این راستا رشته سخن را به یکی از روشنفکران ملت، تحلیلگر مسائل سیاسی، استاد رشید غنی عبدالله میدهیم تا درباره میراث مرحوم استاد سید عبدالله نوری
و وضعیت کنونی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مشاهده و نظر خود را ابراز دارند. وضعیت امروزی حزب رو من چیز گفتن نمیتوانم. من فقط موضوعم رو میراث سیاسی سید عبدالله نوری و مرحله کنونی یعنی یک شامل دارم. حاضرین گرامی، از بازی که داملا سید عبدالله نوری از این دنیا چشم پوشیدند، جشنگیری تا روز ایشان اصلا همین است. در همین تالار به حکم عادت در آمده است. معمولا در این جشنگیری ها سخنهای زیاد درباره سهم داملا در رسیدن به صلح تاجیکان، تحکیم پایه های دولتداری مستقل در جمهوری، تحکیم وحدت ملی و یکپارچگی قلمرو کشور و همچنین خصلت و صفتهای شخصی او گفته می شدند و می شوند. گفتن چنین سخنها البته هم روا و هم ضرور و مفید است، ولی به نظر این جانب همچنین تحلیلگر مستقل امور سیاسی یک کمی خودم را نیز تعریف کنم که روندهای گوناگون سیاسی را به شمول فعالیت حزب شما از موقع‌گیری مبنی به واقع‌گرایی ملاحظه و تأمل می‌کند. بررسی ربط بین فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در مرحله کنونی و میراث سیاسی اساسگذار آن محض در چنین جشنگیری از سود و اهمیتی نه کمتر برخوردار می باشد. به هر حال باید همین طور باشد. میراث سیاسی سید عبدالله نوری بسا فراوان، گسترده و اگر چنین تعبیر روان باشد فرا زمان نیز است. آموزش عمیق آن و متناسبه تحلیل مفصل ربط بین این میراث و فعالیت حزب وقت زیاد را می خواهد. اکید است که این کار را پیش از دیگران خود اعضای حزب باید راه اندازی نمایند. همچنین اکید است که آنها از بس که وضع خود را خوبتر از دیگران می‌دانند و از معلومات فراوانتر برخوردارند، در این راستا نسبت به دیگران می‌توانند بسا موفق‌تر باشند. با این همه بنده برای خود روا می‌دانم چند ملاحظه خویش را در موضوع مطرح شده ارائه کنم. از آن لحاظ که از سپتامبر سال 1996 و بعد امکان داشتم که فعالیت سیاسی سید عبدالله نوری را گاهی از نزدیک و گاهی دیگر از مسافه نه چندان دور ملاحظه کنم و به خلاصه های معین رسم. از دیدگاه این جانب میراث سیاسی سید عبدالله نوری را چند ویژگی بلکه عنصرهای اساسی و عضوی و ترکیبی خاص بود. بنیادترین عنصرها مهر به پایان ایشان به وطن خویش، خاک و آب و مردم تاجیکستان، بالا گذاشتن منفعت‌های عمده تاجیکستان و مردم آن از هر گونه اعتبارات دیگر، حمایت وحدت ملی و یکپارچگی کشور، آمادگی به گذشت و مساومات بهر پایدار داشتن صلح و وحدت ملی، تجربه فرید سروری نمودن کوشش‌های یکی از طرفین قضیه تاجیکان در روند مذاکرات صلح و تجربه از آن هم فریدتری سروری نمودن تطبیق عملی سازشنامه‌های صلح در رأس کمیسیون آشتی ملی، حزب عمومی ملی که بعد از مقام ریاست جمهور از لحاظ آبرو و اعتبار در جای دوم یا سوم قرار دارد این است میراث بنیادترین سید داملا سید عبدالله نوری. علاوه بر این میراث سیاسی داملا سید عبدالله نوری شامل عنصرهایی می باشند که بدون موفق شدن در رسیدن به هدفهای منشود شاید امکان نشد، یعنی بدون آنها. یکی از این گونه عنصرها عدم شتابکاری داملا در تصمیم گیری های سیاسی می باشد یا بود. باید گفت که با استناد به محک تأمل سیاستمداران را به چند گروه طایفه تقسیم کردن ممکن است. در سیاست سخن گفتن و عمل کردن از دستگاه‌های اساسی می باشند و از لحاظ تأثیر در یک ردیف قرار دارند. همین است که سخن گفتن و عمل کردن در سیاست پیامدهای مهم را به بار می آورند. ولی نوع این پیامد و عاقبت‌ها
ولی نوع این پیامد عاقبت‌ها چگونه می‌شود وابسته از آن است که سیاستمدار سخن‌ها و قدم‌های عملیش را چطور گفت و برداشت. سیاستمدارهایی هستند که اول سخن میگویند، سخنی پرحرارت میگویند، تنها بعد تأمل میکنند که چه ها را گفتند. از بازی که تاجیکستان مستقل شد، به ویژه در مرحله اول استقلال، در همین گونه الگو خیلی سخنها گفته شدند و عاقبت چنین سخنگویی‌ها به همه معلومند. همچنین در همان زمان عمل‌های نیز از جانب سیاستمداران راه اندازی شده بودند که بعد از گذشتن 21 سال نسل دیگری سیاستمداران را لازم آمد به پیروانشان بگویند که آن تصمیم گیری ها و قدم برداری ها حداقل برای سازمانشان و هدفهای بنیادی آن چندان سودآور نبودند. به هر حال ما خواندیم. ولی سیاستمداران نیز هستند که پیش از چیزی را گفتن چه رسد به راه اندازی کردن عملی عمیق تأمل میکنند، هر سخن و هر تصمیم عملی خود را آرامانه و از هر طرف و پهلو بررسی نموده تنها سپس سخن میگویند یا عملی را راه اندازی میکنند. چنین رسیدگی عاقبت‌های امکان پذیری منفی را کمتر و مثبت را بیشتر باعث میشوند. داملا سید عبدالله نوری محض از طایفه سیاستمدارانی بودند که در تصمیم گیری های خیش پرتأمل و گفتار و عمل خود پرحذر از شتاب زدگی. همین است که سخن و عمل ایشان مؤثر بود و در نهایت امر یکی از عامل‌های اساسی آرام کردن کشور، به افاقه آوردن مردم، تأمین نمودن ثبات سیاسی، وحدت ملی و یکپارچگی قلمرو دولت تاجیکان گشت که بدون این همه هیچ گونه نهضت در جمهوری از جمله نهضت اسلامی امکان ندارد. عنصر دیگر و خیلی مهم میراث سیاسی عبدالله نوری به ویژه از بازی که سروری نیروهای مخالفین را به عهده گرفتند و تا رحلت خویش از این دنیای فانی عبارت از آن است که ایشان نه تنها نیروهایی را که در سر قدرت قرار دارند بلکه مخالفین آنها را نیز به درجه برابر مسئول و جوابگار امنیت و پارچگی تاجیکستان می‌دانستند. همین بود که در مجرای تطبیق عملی این مبدأ به حیث پیشوای اتحاد نیروهای اپوزیسیون، رئیس کام، رئیس حزب نهضت سید عبدالله نوری پیوسته می‌کوشیدند که نیروهای مخالفین در فعالیت سیاسی خود از تصمیم گیری‌های پرهیز کنند که بالاخره می‌توانند به کشور خود ضررهای جبران ناپذیر رسانند و حتی خود بقای آن را تهدید کنند. رسیدگی سید عبدالله نوری به چنین یک موقع‌گیری رسیدن سید عبدالله نوری را به چنین یک موقع‌گیری استراتژی ویژگی دیگری فعالیت سیاسی که پس از درگذشتن از این دنیا عنصر ترکیبی میراث ایشان گشت، توانی سبق برداشتن از رویدادهای گذشته و کنون تشکیل میکرد. هنگام برده‌باش خود در کشور همسایه افغانستان ایشان وضع ناگوار این کشور را دیده تکرار چنین حالت را، یعنی جنگ بی انتهای داخلی را به هیچ وجه نمیخواستند و نه تنها از دیدگاه صرف انسانی، از لحاظ سیاسی نیز در چنین یک ورطه قرار گرفتن تاجیکستان هدفهای سیاسی سید عبدالله نوری را همچون شهروند تاجیکستان مستقل و همچون سرور یک حزبی که روند امور آن را نیروی نظررس سیاسی جمهوری و پدیده فرید در تمام پهنای پس شوروی گردان پررو و کاملا مخالفت میکرد. همین بود که ایشان نه تنها عملا دست زدن مخالفین را به خاطر رسیدن به هدفهای خویش به تدویل یا خود بین المللی ساختن مشکل و مخالفت داخلی سیاسی تاجیکان، بلکه حتی همگی روا دانستن چنین یک امر را یکی از همین گونه تصمیم گیری های بسا خطرناک می دانستند و قطعاً رفض می نمودند. از جمله درخواستن مساعدت رزمندگان بیگانه تبار را، یعنی تکرار نمودن تجربه مخالفین نظام ببرک و نجیب الله را که فراوان از رزمندگان بیگانه تبار استفاده بردند، قطعاً نمی‌پذیرفت. میان روی بیگانگان را اگر آن برای به اتفاق آوردن طرفین درگیر تاجیک روانه شده باشد قبول داشتند، اما با درخواست‌های بعضی از خودی‌ها و یا پیشنهادهای غیر خودی‌ها در بابت جلب نمودن رزمندگان بیگانه تبار را شدیداً رد می‌کردند. باز یک عنصر میراث سیاسی سید عبدالله نوری پرهیز از گفته‌ها و عمل‌هایی که می‌توانستند تاجیکستان را هدف داروگیری‌های
همه طرفه ابرقدرتان زمانه گرداند تشکیل میکرد. یقین بود که این داروگیری ها میتوانند خود بقای جمهوری را به حیث دولت مستقل زیر سوال گذارند. این پرهیزگاری را نیز از برداشتن سبق از حوادث افغانستان دانستن ممکن است. کشور و مردم افغانستان از لحظه از تخت سرنگون کردن محمد ظاهر شاه میدان حرب و ضرب همه طرفه سابق اتحاد شوروی و کشورهای غرب با سروری امریکا گشته بود. آن دولت‌های منطقه و آن کشورهای مسلمانان که در این حرب و ضرب متفق باختریان گشتند، امروز خود راه خلاصی را از مشکلاتی که در نتیجه به سرشان آمد جستجو می‌کنند و هیچ آن را نمی‌یابند. وضعیت امروزه در کشورهای مسلمانان و در پهنای پساشوروی به درجه مرکب و خطرزا است که از همه نیروهای سیاسی تاجیکستان طور رفتار و تصمیم گیری ها کردن را تقاضا می‌کند که صاحب اختیاری و استقلال کشور زیر خطر قرار نگیرد. در چنین یک وقت دشوار و پیچیده، حزب نهضت اسلام که در جامعه همچون نیروی مخالفی توانترین دانسته می شود، در برابر سلطه عمل کننده مسئولیت حفظ و امنیت و ثبات یک پارچه کشور و وحدت مردم را بر دوش دارد. در سطح همین مسئولیت قرار داشتن برای هم سلطه و هم مخالفین امر دشوار و سنگین. برای حزب با در نظر داشت واقعیت گرد و اطراف از جمله واقعیت منفی‌گیری‌های هم بنیادی و هم عملی به اصطلاح جامعه بین المللی نسبت به حزب‌های شبیه حزب شما دوچند دشوارتر و سنگین‌تر می باشد. اما تکیه به میراث سیاسی سید عبدالله نوری و استفاده طور پیشتر می گفتند ایجادکارانه این میراث در شرایط و واقعیت امروزه قرار گرفتن حزب را در سطح مسئولیت یادآور شده می تواند مساعدت کند. یکی از مشکلات زمان این است که با غیر شرعی بودن تفسیر دادن این یا عمل کرد یا پدیده در این یا آن کشور از جانب نیروهای داخلی یا بیگانه یا هر دو یا از فعلا دور از شرعیت بودن آنها می توانند تصمیم گیری های کرده شوند و کارهای را اندازه گردند که آنها این کشور را ناآرام می سازند و یا وحدت و یک پارچگی آن را تهدید می کنند. در یک سال اخیر دو کشور از لحاظ مساحت و تعداد جماعت بزرگ، مصر 80 میلیونه و اوکراین قریب 50 میلیونه، محض گرفتار چنین حالت شدند. ماه دکبر سال 2012 در مصر رایدهی عمومی راجع به دستور نوی کشور برگزار شده بود. مخالفین رئیس جمهور محمد مرسی که برای بار نخست در تاریخ چند هزار ساله کشور با آوازدهی کشاد و دموکراتی به این وظیفه انتخاب شده بود، رایدهی را تحریم نمودند. با وجود این رایدهی با موافقت گذشت، ولی مخالفین با دعوایی که آنها در آوازدهی اشتراک نکردند آن را و متناسباً دستور نو را غیر شرعی اعلام داشتند. به تدریج مخالفین خود رئیس جمهور محمد مرسی را غیر شرعی می‌دانستگی شدند و در این امر از تایید فراوانی بیرونه به ویژه از جانب امارات و شاهیگری‌های خلیج فارس و خیلی ها از کشورهای غرب برخوردار شدند. چنین یک تایید تشکیل نمودن تظاهرات و اعتراضات را ضد رئیس جمهور مساعدت میکرد. در نهایت امر ارتش مصر و سرور آن جنرال عبدالفتاح السیسی که شخصا انسانی بسا تقوادار است، با حجه حمایت نمودن مصر از ناآرامی و پاراشوی محمد مرسی را از ریاست جمهور برکنار نمودند، او را نخست به زندان افکندند و پس آن به دادگاه هم کشیدند. بدین طریقه سلطه‌داری اخوان المسلمین در مصر از یک سال بیشتر طول نکشید. اخوانیان به شکست خود تن ندادند و به میدان ریختند و بعضی آنها دست به سلاح می‌زدند. خلاصه کلام مصر بار دیگر ناآرام گشت و این ناآرامی رشد کشور را جدا ممانعت می‌کند. در اوکراین تظاهرات مخالفین زیر شعار پیوستن به اروپا سر زدند. سپس آنها تدریجاً به انقلاب تحویل یافتند و با برکنار کردن رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ انجامیدند. از ابتدا این داروگیری سیاسی در اوکراین پس منظری گشت برای داروگیری استراتژی دولت‌های غرب رسید. در مرحله‌های نهایی انقلاب سرکردگان آن چند خطای جدی سیاسی و حقوقی را مرتکب شدند. این خطاها به ساکنان روس و روس زبانان
ولایت‌های واقع در جنوب شرق کشور خاصه در نیم جزیره کریم که از حادثه‌های کیف ناراضی بودند امکان داد برکنار کنی ینوکوویچ و گذاشتن سلطه را به دست مخالفین غیر شرعی دانند علیه سلطه‌داران نو قیام و به روسیه با درخواست مساعدت مراجعت کنند. جواباً دولت روسیه با تکیه به حقیقتی که تظاهرات انقلاب از جانب دولت‌های غرب پوره و کاملا تایید می‌یافتند و به سر سلطه در کیف نیروهای آشکار و غربگرا آمدند، چنین دگرگونی‌ها را تهدید جدی به منفعت‌های استراتژیکی و امنیت خود و امنیت ملی خود و متناسباً سلطه جدید و قرارهای آن را غیر شرعی و همزمان برای امنیت روس‌ها و روزبانان اوکراین خطربار دانستند. عاقبت این امر امروز به همگان معلوم است. پارلمان کریم جمهوری مختار خود را به جمهوری کریم تبدیل داد و استقلال آن را از اوکراین و نیت وارد شدن را به هیئت دولت روسیه اعلام داشت. طوری به نظر می رسد اوکراین یک پارچگی قلمرو خود را از دست داده ایستاده است. سال سپری شده 2013 سال برگزار شوی انتخابات مقام ریاست جمهوری تاجیکستان، یعنی سالی از لحاظ سیاسی بسا مهم بود. حالا پیش از برگزار شدن انتخابات خب این چه طرفش میدانید من چی گفتنی در اینجا گفتنی هستم که در حزب در دو راه بود، اشتراک کند یا اشتراک نکند. همین بود که حزب اشتراک کرد، یعنی با تکیه به میراث سید عبدالله نوری و هر گونه حجه امکان پذیر رو از دست آنهایی که با غیر شرعی اعلان کردن انتخابات در تاجیکستان می توانستند یک ناآرامی را به کشور آورند از دست آنها رها داد. یک چیز مهم در این سال گذشته به نظر من شد. یکم آنی که بار نخست در چهارچوب حزب امکان پدیدار گشت که مردم نمایندگان افکار گوناگون راجع به مسئله بحث مهم بحث مناظره آشکارا و دموکراتی رو برگزار کردند. این یک قدمی بود، یک قدم نوی بود برای تحکیم دادن یا انشا نمودن فرهنگ مردم سالاری دیگری. آنی که سرور حزب پیش از آنی که تصمیم خود را بگیرد نسبت برای اشتراک کردن یا نه ضرور دانست که با اهل جامعه مشورت کند، نه تنها با اعضای حزب، با اهل جامعه مشورت کند. این هم یک قدم خیلی مهم در مثلا گذاشتن اساسهای فرهنگ مردم سالاری باشد. به نظرم میرسد که سال گذشته حزب پس از یک مرحله انتقالی به مرحله نو در تاریخ خود گذشت. ویژگی‌های این مرحله نو چی است؟ موضوع علایده است و صحبت علایده رو میخواهد. تشکر زیاد. با اظهار تشکری از استاد رشید غنی عبدالله، بسیار جای تأسف است که دوستان ما این اشاره های نازک و پرمعنای استاد را سرفهم نمی روند، چون در ما تاجیکان یک فرهنگ تاجیکانه رایج شده است که باید که حتما آشکار واضح گفته شود، چون جانب دیگر اصلا یا گوشی فریاد شنو ندارند یا شنیدن نمیخواهند. چون ما باید که به صراحت آشکار آزاد باید بگوییم که ما کی هستیم. دوستان ما فراموش کردند که هجرت و جهاد، مبارزه و مقاومت ما تنها به خاطر به دست آوردن حقوقهای از دست رفته‌مان بود، به خاطر بازگشت سربلندانه به وطنمون بود. دوستان ما فراموش کردند که این صلح را شاید تا امروز رهبریت حزب، حتی از زمان مرحوم استاد نوری، استاد محمد شریف همت‌زاده و حتی رهبریت فعلی هم امروز شاید از روی تواضع باشد یا چیزی دیگر، امروز به صراحت نمیگوییم که صلح مال ما هست. ما وقت صلح کردیم که قدرت داشتیم، نفوذ داشتیم، ارتش داشتیم که به مراتب قوی‌تر و از نگاه امکانیت بیشتر بود، ولی ما صلح کردیم. جوانمردی یا که آنه که صلح میکند، گذشت میکند، در وقتی صاحب قدرت بودن است. وقتی که انسان قدرت ندارد صلح میکند، این معنای صاحب قدرت و پرنفوذ بودن او نیست. نهضت اسلامی تاجیکستان وقتی صلح کرد که
قدرت داشت، نفوذ داشت، همه چی را داشت، ولی ما این را کردیم. و متاسفانه جانب‌های دیگر یا که دایره دیگری که امروز ما تقریبا 16 سال از صلح ما می‌گذرد، امروز وقتی که درباره صلح صحبت می‌کنند آن را یک جانبه، یک طرفه نشان می‌دهند و در صدا و سیما همیشه نهضت مورد اتهام قرار دارد که گویا اینها صلح نمی‌خواسته باشند، اینها وضعیت کشور را متشنج می‌کرده باشند یا چیزهای دیگر. ولی امروز وقت فرا رسیده است که ما از منبرهای خود، از رسانه‌های خود به صراحت به همه آنها اعلام کنیم که ما کیستیم و به چه هدف اومدیم. دوستان گرامی، اشتراکچیان همایش سالانه نور، اگرچه در برنامه ما امروز این چیز قید نشده بود، ولی میبینم که بعضی از شخصیت‌ها، علما و مهمانانی که در این تالار گرد هم آمدند خواهش صحبت دارند و این تشبث شخصی یا اجتهاد شخصی هم هست. ما تصمیم گرفتیم البته بر رضایت رهبریت حزب تنها با 3 نفر صحبت بدهیم و آن هم در مدت خیلی کوتاه در حدود 3-4 دقیقه، چون دارد وقتی نماز عصر هم نزدیک می شود. در نوبت اول با معلمه گرامی نامزد یگانه حزب نهضت اسلامی با دیگر نیروهای اصلاحات‌خواه کشور که در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر شرکت کردیم و توانستیم که حدود 204,000 امضا را جمع بیاریم، ولی در انتخابات شرکت نکردیم. از ایشان احترامانه خواهش میکنیم که به منبر بیایند، در حدود 3-4 دقیقه یگان گفتنی داشته باشند. بفرمایند. تشکر. سلام علیکم. از دیدار یکایک شما من خرسند هستم، چون که این انتخابات بود که ما را پیوست کرد و اگر چنده که من از سال 1989 حزب نهضت را خیلی خیلی خوب میشناسم، از همون دوره که با طور پنهانی کار میکردید و یک دوره ناآرامی ها که من نیز با شما پیوستم و بعد در غربت هم بودید، خبردار بودم، بعد با سر بلند برگشتید، همه ما خرسند بودیم و فکر میکردیم که در حقیقت یک کاری بزرگی کردید که صلح کردید و همه این را قدر میکند. البته مردم قدر میکند، اما تا چه درجه حکومتی ها قدر میکند شما همه خوب میدونید. من باید بگویم که من افتخار دارم که استاد نوری، استاد محمد شریف همتزاده را شخصا میشناسم. من خیلی صحبت ها داشتم با این شخصیت ها. ممکن یک قطار رایی که اینجا نشستن شما در کتاب میخونید، در صحبت ها شناس هستید، اما من باز میگویم که من با این شخصیت ها شناس هستم، احترام نهایت بزرگ دارم. همچه شخصیت، همچه فیلسوف اونها را من حساب میکنم، همچه شخصیت های گومانیست من حساب میکنم. و امروز وقتی که درباره هیچ سخن میرانیم، من فکر میکنم که اون نسلی که مبارز بود زورتر است در عقیده یا که نسلی که امروز آمده است، چون خیلی جوان ها امروز هستند، زنهای جوان هستند. من فکر میکنم که قریب یک خیل است. چرا؟ البته اونهایی که در مبارزه بودن خیلی مشکل بود آب و تاب یافتند، اما باید بگویم که اونهایی که امروز به حزب می آیند و میدونند که این ریسک است، یعنی که به اینها وظیفه نه، برعکس ممکن اگر یک وظیفه دارن از وظیفه می روند، هر گونه فشارها میارد. یعنی که اگر چندی امروز این دو استاد با ما نیستن، اما در حقیقت مکتب آنها قسمی زیادی، حتی جوانانی که امروز ما میگیم که دوره گلوبالیزاسیا هست، اینترنت است و تا یک درجه مثلا اخلاق کاهش یافته است، اما ببینید که به این حزب روز تا روز ناواسطه از فشارهای بعضی گروه ها اینقدر من جوانان رو میبینم. من باید یک چیز دیگر رو قید کنم که من به خارج تیز میروم، به نزدیکی هم از اونجا گشتم و این حزب شما را در همه جا میشناسند.
چی در غرب چی در اروپا نسبت حزب شما خیلی یک فکری خوب دارن. یک سوال به من دادن در واشنگتن، گفتن که شما چه کردید که حزب نهضت شما رو شناخت، همچه شخصیت شما با خواهران افغان چی مصلحت میدید که اگر رود و طالبان حکومت مصالحه ملی شود یا اینکه اونها به سر قدرت آیند، زنهای افغانستان چی کار کنند؟ من گفتم که این دو، مثلا طالبان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، فرقیت از زمین تا آسمان دارد. چون که طالبان قریب 40 سال می شود تنها با اتومات هستند، همه این مسئله ها را با رای زوری حل میکنند، چون که مکتب نخوندن، در مبارزه هایشان بودن. در تاجیکستان باشد، من گفتم که حزبی ها در جای اول، من میدونم که استاد نوری هم میگفت که نصیحت های آخرانی اون کس همین بود که جوانان باید حتما دانش آموزند، هم دانش اسلامی، هم دانش امروزه، هم دانش تکنیکی. چون که محض دانش جامعه را به پیش میبرد، محض دانش دولت را ترقی میدهد. بنابراین هم من گفتم که در این حزب اگر شما یگان وقت تاجیکستان بیایید با اونها شناس شوید، باور کنید همه آدم های با معرفت هستند که میتوانند تاجیکستان را به پیش ببرند. یعنی که من سخن را بسیار گفتنی نیستم، من میخواهم بگویم که این حزب را من بسیار احترام میکنم. من اعضای حزب دموکراتم. من فکر میکنم که در بعضی مسائل شما از ما دموکراتیک تر است. این را من روی راست در همه جا میگویم. شما قدر انسان را از همه بلند میبردارید، احترام دارید هم به قانون هم به انسان، بسیار صافید و این چیز از همه اساسی است. یک بار دیگر از همه شما تشکر. ای استادهایی که اینجا نشستند که امروز جوانان را تربیت میکنند، نصیحت میکنند، من خیلی منت دارم و از دستگیری شما هم که مرا دستگیری کردید. من به خوجند رفته بودم، به اونجا تشکر گفتم، به بعضی ها نتوانستم تشکر بگویم و همه شما تشکر برای اون زحمت هایی که کشیدید. سلامت باشید. با تشکر از معلمای محترم که همچون یک زن شجاع ناترس در این معرکه ما را همراهی کردند، چون از قبل میدونستند که وقتی که نامزد حزب نهضت شدن، تقریبا از فضای قبل از انتخابات معلوم بود که نامزد حزب نهضت شدن چی معنا دارد، ولی ایشان این راه را انتخاب کردند و همراه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تا به آخر رفتند. ما هم در نوبت خود از نام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، اعضا و جانبداران حزب، ریاست عالی و شما نیز اظهار تشکر و موفقیت بکنیم. و اینک رشته سخن را به یک نفر خواهیم داد که ایشان همیشه در گیرودار تحولات های کشور همیشه نقش می‌بازیدند و تقریبا شاید خانه نباشد که اسم استاد بزرگوار حاجی اکبر تورجانزاده را نداند و ایشان را همگی از خرد تا بزرگ همه می‌دانند که کی هستند و از ایشان احترامانه خواهش میکنیم که استاد چند نصیحت یا پندی که داشته باشند ارائه بدارند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. خواهران و برادران نهایت عزیز و گرامی، واقعا خیلی میگویند آوازی رستم به از رستم. من خود کسی نیستم، کمترین شما هستم. خب این شما هستی که با نام شما ما از جمله افرادی که سخنهاشان اطرافش فکر میکنن که چی غرض و چی مقصد داشته باشد از گفتنش گشتیم، این همش به خاطر شما هست. به هر حال امروز یک روزی با نام یادبود شهدا است، اما فردا روزی تولد برادر نهایت عزیز و گرامی من استاد سید عبدالله نوری است و عجایب موضوع امروز گذاشتن که در روزی به مناسبت تولد ایشان ما از شهدا یادآوری کنیم، زیرا شهدا زنده هستند.
از همین خاطر امروز روز تولد آنها هم هست. ما در حقشان دعای خیر میفرستانیم، زیرا اونها همشون، هر کدام اونها در علاهده افتخار ما و شما هستند. خونی ریخته آنها هست که ما شما را یک جایه تا امروز متحد در اطراف اندیشه و غایه های نهایت هم نجیب و الهی جمع کرده است. البته در این موضوع ها برادر عزیزمان سید عمر و داملا محمود جان برادرمون صحبت های خوبی کردن. من از جمله نفرانی هستم که بعد در حدود 3-4 دقیقه صحبت کنم. اولا من در 2 نکته میخوام صحبت کنم. اولش این که همیشه رقیب های سیاسی ما اسلامی ها را، ما نهضتی ها را به خاطر گویا منصب و جاه کشور را به جنگ کشیدن گفته تهمت میکنند. من از این منبر شهادت میدهم نزد خدا در اولا و نزد شما و هر کسی که صدای من میشنود، نه در اندیشه استاد نوری چون این فکر بود، نه در اندیشه مرحوم استاد محمد شریف همتزاده، نه در اندیشه من رئیس اداره قاضیات بودم و آفبرو احترامی که داشتم نه کمتر از رئیس جمهور بود. هیچ گونه منصبی من نمیخواستم. هم عزت داشتم بین مردم، هم امکانیت مادی داشتم، هم احترام داشتم، جایگاه داشتم. به همتون معلوم است، کسی که شاهد سالهای 90 بودید. بنابراین برادرها بودن که سال 1991 امضا جمع کرده بودم برای پیشبری بنده در انتخابات ریاستی جمهور. و شریپوف گفتنی یک آدم رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات بود از پنجکین، یک آدمی قاشای سیاهی کلام دارد، حالا زنده هستن، خالمراد شریپوف. 2 روز پیش یا 3 روز پیش از روز به قیدگیری در جلسه شورای عالی از من پرسیدن که داملا همه چی آماده است، فقط رازیگی شما مونده است و خلاص برای ثبت نام. من عذر پرسیدم و راضی نشدم، زیرا واقعا ما منصب نمیخواستیم و هیچگاه برای منصب خطر خونی را هم ریزاندن در راضی نیستیم. ما همه مردان صلح هستیم، مردان آبادی کشور هستیم. ما میخواستیم که کشور مانده واقعا هم نظام مردم سالاری در تاجیکستان حاکمیت داشته باشد. ما در همون وقتها میخواستیم شما نتیجه گرد همایی 40 روزه برادرها را در میدان اگر ببینید، نتیجهش همین بود که باید سال 1992 در ماه نوامبر انتخابات نو پارلمان در اساس بسیار حزبی برگزار میشد و پیشتر از وی قانون اساسی نو، کنستیتوسی نو قبول میشد که در وی نظام پارلمانی را جاری میکرد و از هر حزب و گروه 5 نفری و 10 نفری افرادم این سندهای حقوقی هست که هستن. یعنی ما برای خودمون چیزی نمیخواستیم، فقط میخواستیم که چنین نظامی را در تاجیکستان راه اندازی کنیم که حکومت دار و منصب دار در نزد مردم حسابات دهنده باشد، نه مردم نزد اونها خادم. این یک نکته است که من میخوام به خاطرتون بیارم. از این خاطر ما انشاءالله ما میتونم از نام برادرای نهضتی هم بگویم، ما هیچ کداممون طلبگار جنگ و ناآرامی نیستیم. ما اگر امروز هم یکم پیشنهادایی میکنیم برای پیشگیری از ناآرامی هایی که احتمال هست در آینده از سبب حل نشدنی بعضی مشکلات سیاسی که امروز هست، برای پیشگیری همون ناآرامی ها امروز ارائه میکنند. نهضت امروز میگوید که باید کمیسیون های انتخابات از نماینده های تمام اعضاها حزبای سیاسی باشد. این به خاطر آن است که انتخابات ها شفاف باشد و واقعا هم حق مردم رعایت شود، خیانت نشود.
مگر خواستنی چنین درخواستهای منطقی جنایت است؟ نخواد درخواستی چنین خواهش‌ها و طلبات کشور را ناآرام کند؟ نه برادرها، ما همگی طرفدار صلح هستیم، آرامی هستیم و هیچ کس به مثل ما گمان میکنم خواستار صلح نیست. زیرا ما نه تنها جوابگر در نزد ملت و کشور و تاریخ هستیم، زیرا ما اعتقاد داریم که ما در نزد خدا در روز قیامت نیز جوابگر هستیم اگر نیتمان باطل باشد، اگر نیتمان خدمت به این ملت، خدمت به اسلام، خدمت به مسلمانان نباشد، خدمت به این وطن نباشد. من گمان میکنم که همین شما به این حرفای من راضی هستید. ما با وجود همه فشارها طرفدار صلح و ثبات هستیم، طرفدار آرامی در کشور هستیم. بله ما خواهان اصلاحات هستیم، اما اصلاحات در دایره قانون، در چارچوبه قانون. بسیار خوب میشد که اصلاحات حکومتدارای امروزه خودشان شروع میکردن. دویم نکته که گفتنی هست، ما در عرفه نوروز باستانی که برای مردم فارس و تاجیک از عید اجدادی هست قرار داریم. همین شما رو با این عید بهار تبریک میگویم. سلامت و سربلند باشه. تشکر زیاد استاد گرامی برای چنین یک کلماتی بسیار پرمحتوا، پرمضمون و امید دارم که آنهایی که ما رو میشنوند، آنهایی که در این تالار هستند و شاید کسانی که بعدتر این پیام استاد، این همایش و افرادی که در این محفل صحبت کردن به گوش آنها میرسد، تنها اون چیزی که استاد قید کردند صلحجویی، پشتیبانی از صلح، آرامی، ثبات است. این اهداف عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است. بنده به عنوان عضو شورای سیاسی و ریاست عالی بار ندیدم که در جلسه های ما گپ از خشونت یا دعوت از چیزی باشد. همیشه ما اعضا و جانبداران خود را به صبر و تحمل دعوت میکنیم که امروز صبر و تحمل ما را جانب دیگر همچون نشانه ترس و ضعف دانسته است. ولی باید بگویم که این چنین نیست. شرکت دهها و صدها نفر اعضا و جانبداران حزب در چنین همایش ها با وجود که خیلی که معلمای محترم اشاره کردن و شرکت آنها در جمعآوری، معرکه جمعآوری امضاها گواه آن بود که اراده و ایمان نهضتی را با فشار و تضییق، تعقیب و فشار نمیتوان شکست. آنها در این راه خود ثابت و استوار هستند. و رشته سخن آخر را با یکی از جوانمردان، یکی از نفرهایی که در این راه سر و ریش خود را سفید کرده اند و یادم می آید زمان شاگردان ایشان در افغانستان که ایشان مسئولیت تعلیم و تربیه را بر دوش داشتند، در مدرسه های اسلامی یا که در مدرسه های بیرون از افغانستان به تحصیل روان کرده می شدند، در آن از خدمت ها و نقش حضرت مولانا عبدالحی اسکندر یادآور می شدند و چون بزرگان ما هم گفتند که به پیر مرو در امانی هرچند اسکندری زمانی، برای همین رشته سخن را به حضرت مولانا می دهیم تا در حدود 3-4 دقیقه یکم پند یا نصیحت داشته باشند برای ما اعضایان حزب و مهمانان این همایش ابراز بدارند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة علی نبیه و علی آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم محترم برادران اهل اسلام و خواهران عزیزه. و من یک خواهش میکنم که از طرف شما یاردم کنه که من 3-4 دقیقه گپم تکرار نمیشه. و دیگه همین که در وقت صحبتم رئیس حزبم نگاه نمیکنم که من اشاره میکنه که خیلی گپو نزن. برادران محترم، یکم درجه در روی دنیا سیاست اسلامه
من در نزد استادم حضرت مولای محمد جان که با لقب گویا که هندستانی میگفتند، خوکندی میگفتند، من الحمدلله از جوانی تا مرگ شد که حتی در قبر من ماندمش. تمام سیاست های اسلامی را اگرچه همش نخونده باشم شنیدم از استادم. برادران محترم، من حاضر اثبات میکنم که عیب کیه ناآرامی، عیب کیه اثبات میکنم انشاءالله. و پیش از همه اثبات کردنم یک چیز در دل من او را بگم که از حضرت احسان محمود جان بسیار صحبت خوب کردن. یک چیزم در همه باره گفتنی هستم، برای که همه علمی که کسا گفتن همه در سختتر در دل من است. در بیناموسی علما یک عالم چقدر عالمی بقوت زور بده است، بسیار حکمت ها را یک کتاب کرده همراهش میگردونده است، حکمت های عجایبه. یک روز در معرکه استاده است که خیلی صحبت کرده است، پس از صحبت خسته است مثلا قرغان که جای می رفته است که کتابش گرفته است و پس راه دوره یک نون گم در بالای کتابش مونده است. بیرون برمده است که یک رفیق شدید است، بعد با او سلام کرده کتاب نان قطعی در بالای همون صفحه چه مونده است که یا سگ همون بوی نان شنیده همون کتاب نان گرفته برفته است. این عالم همه را مونده است اقفاش برای همون حکمت های کتابش دوید است اقفای همون سگ. بعد هر که میبینه او را همه میشناسن، تقصیر چی گپ اقفای سگ میدوی؟ او گپ نمیزنه، نمیگن که کتاب عزیزش در این جای. خلاصه افگار شد در راه. بعد دیگرها گفتن که ما میریم همون نان تا میگیریم. نه خب گفت کتاب اوجا. در بازگشت دیگه او آدم ها از قفای سگ رفتن و این بازگشت گشت که یک آدم بزرگ در راه گفت حضرت چی گپ قد میدوی؟ گفت که آخی کتاب ما سگ بود. گفت حیف با علم تا سگ بره. حیف به همه خیلی ملوگیه که شیطان برک در وسواس شیطان گفتی و سگ که شیطانه. برادران محترم اکنون شروع میکنم با مقصدم. برادران محترم، من پیر شدگیم، همه الحمدلله بی نسبت به همه که جوانا حال آگاهن اگر که علمی هرچی که داشته باشن، با پیری هم یک اسرار هست. با همه حیات من همراه بزرگا گذراندم الحمدلله. همراه بزرگا حضرت ایشان عبدالرحمن جان، حضرت مولوی، تمام علما را الحمدلله که استاد ما خودم در قبر موندگی از همه جا دعا گرفتگیم. برادران من از استادم سیاست اسلام آموختگیم. سیاست اسلام چیه؟ حاضر میگن که زمین و آسمان، حق باطل، راست چپ، هر یک چیز با همراهش بغیر پروردگار که یکی و یگانه، هر چیز دوتای. مثلا من حاضر دوتام، هیچ چیز بغیر پروردگار یک نیست. خب اکنون ما حاضر میگیم که در تعارف همه در تمام مجلس های دولت ها حقوق بشر این چوه تنها های شریکی چیه؟ حقوق بشر میگیم این شریک داره، چوه ذکر نمینیم؟ اول حقوق الله های بعد حقوق بشر. برادرها اول حقوق الله های چون حقوق الله رو ما شما نمیگیریم، فقط حقوق بشر. بشر تا خط کشیده را حقوق داره، اجازه حقوق نداره. مثلا من اگه سخن دراز نکنیم که حاضر با زنس میزنه، از اول اسلام که خداوند حضرت بای آدم خلق کرد تا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبرها فرستاد از بین ما و شما انسان. اگه من همه اخیروش بگم باید قیاس کنه با تمام پیغمبرها. با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قرآن نازل کرد. مشرکا اگه کوتاهش بگم که وقت کمه، مشرکا می اومدن بگفتن که ای محمد، رسولش نمیگفتن ای محمد انا همه جای قرآن دیگرگون که ما ایمان میاریم. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میگفتن که حضور لیس من عند حضور من عند الله. میگو ای جانی به من نیست که دیگرگونش کنیم، یه طرفی خدا ها، من حق ندارم. خلاصش بگیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از جهان رفت به اجازت خدا، تا خدا منسوخ نمیکرد یگان آیت، پیغمبر یگان آیت حقی منسوخ کردن نداشت، از پیش خود حق نداشت. ایرا حقوق الله میگن.
اومد در صحابه ها خود، پیغمبر از جهان رفت، این حقوق در صحابه ها خود با حقوق صحابه ها مشکل تر شد، برای که هم حقوق قرآن هم حقوق حدیث های پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این بود با یه مشکل. همین تا خلاصش بگم که آمد حاضر در پادشاهی خوردگه او حقوق. خب پادشاه تا کجا را حقوق داره؟ حقوق بشر تا کجا را؟ او در حقوق خدا دخالت حق داره یا نه؟ پیغمبر نداشت. بشر حقوق داره که در قانونی مثلا خدا را پایمال کنه یا که یگان دیگرگون کنه؟ بشر حق داره؟ نداره حق. ایدی کیه برادرها؟ ما اهل اسلامیم، 90 چند درجه همه تاجیکستان با زبان خود گفته ایستادیم که ما الحمدلله مسلمانیم. خب چی باید کرد؟ مثلا اینا شخصا من خودم مثال بیارم. حقوق بشر تا کجا را های؟ من حاضر به همه مستفیدیم دولت پویست کرد که 3 سال 2 سال خدمت میره، سرخم میگیرمش میرم، بگه خونه در دولت در کار خوب میگم بگیرش. این حقوق بشر حقوق داره. خب اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم ما دام امره فی طبق الاسلام. اطاعت کنه خدا و رسول اول الامرتونه مادام که امرش طبق اسلام باشه. ای مسلمان، طبق اسلام. وقتی که طبق اسلام نیست امر مومنه کدم اطاعت کنه مشرک میشوه. پیش هم خدا را همه میشناختن، مشرکان هم خدا را میشناختن، لیکن اطاعتی مسرخه میشن، سجده میکردن، همو خدایناشون برای که مشرکشون میگفتن برادرها، وگرنه او هم خدا را میشناختن، مشکلشون خدا را یاد میکردن. با حقوق ما اینا مثلا بگه که ماشین در کار ما، خونه در کار ما، خب چی زندگی دارید ما مرحمت خودت ارمیه بره خوب میخیز میرم، یکی بگن نماز نخون، روزه نگی، مسجد نره، درس نگو، یا حقوق بشر نیستن. خب یک تا مثلا حوزی من مستفیدم، یک خوجین یک سنگ یک تانه را بگه همین را بردار، اخم زورم نرسه ایدارم کنه و بعد بزنم در همین دوبین کم بزنه که تشورم اخی زورم نمیرسه. ای مسلمانو، من از زن و فرزند و خونه و در زندگی و همان در اسلام با من دوست نزدیکی. حوزی مثلا همه چیز ما بگیره برای که نگه همین مرده دروغ میگه یا که درویه، برای همه چیز ما بگیره، من روزی پروا ندارم. نه که در مقابل اسلامم انا همه جا شهادت در همه جا توغری میگیره، نه برای یک کس وظیفه‌ش گرفتن، نه برای یک کس دشمنی شخصی کردن یا نیستن. ما و شما این فکر در وجود انشاءالله نیست، در فکر نمیاریم. ما بدبینیم و به خاطر هایی که دینمون از کرده مقابلتی که ایستادن. ما مقابل دینمون مثلا که چی مکرده ایستادن، فرزندامو مسجد نره، هر روز در مسجد اکثر وقت خطیبا میگن که فرزندا از راه بیراه شدن، مکتب و مکتب جنگ داره. بعد یه روز نشید آخی جمعه در سرم پیسم خیسم گفتم هموی نصیحت مینی در کجان 4 مصفیده در اینجا جوانو رو آخی نصیحت کنید از راه بد بگردن. برای همین برادران محترم اگر زنگم زد که اخیرون سبب نتیار میکنیم انشاءالله، از شما خواهش میکنم من یک همچین موسفید، ما و شما چیزی عداوت به هیچ که انشاءالله نداریم، نکنیم، برای وظیفه فکر نکنه، فقط مقابلتی چیزی که باشه با جان مقطعی به همه در مقابل که کدمه به مقابل دین مو زید میبرویه و قانونهای میبرویان که گویا که ما را ایدار مینن. اخی ما مسلمانیم، چی منا از دین به مقصد میفرمی که مسجد نره؟ این ظلم نیست حق من، ظلم نیست همین در حق من. یا که همین خوندم درس نگو، همه را همین ملاها به سر قدرت برآوردن. باور منه که من یاد دارم که گهواره را به روسی علم گفتن، سپیدتی بودش کمسمال، بودش پیانیر، این خیلی علم گفتن. این قانون و این رسم رسوم ما ملاها در دست دادیم، همه یا را نداشتن، با همین موقع عیداریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با تشکر از حضرت مولوی، واقعا ایشان خیلی درست و به موارد قید کردن که محض چنین شخصیت ها علما بودن که امروز ما با فرهنگ ملی خودمان میفخریم. اگر این شخصیت ها، این علما نمی بودن، احتمالاً ما نبودن اسلام و دور شدن از شریعت را مثل برادران قزاقمان همچی یک تهدید امنیتی برای خودمان میدونستیم. امروز یکی از تهدیداتی که به امنیت ملی کشور همسایه ما قزاقستان تهدید میکند، این نبودن فرهنگ ملیشون هست، فرهنگ و اصالت اسلامیشون هست. برای همین بار دیگر تاکید میکنم که خدمت این شخصیت ها، علما و کسانی که دین را حفظ کردند، با وجود که برایشان مرگ تهدید میکرد، زندان تهدید میکرد، بدرقه کردن به سیبیر تهدید میکرد، ولی آنها دین را، فرهنگ ملی را همچو گهورک چشم حفظ کردند و تا با امروز به ما آورده رسانیدند. دوستان عزیز، شرکت کنندگان محفل جمهوریوی نور، و تقریبا وقتی جدا شده هم برای این محفل ما به انجام رسید متاسفانه، ولی قبل از خداحافظی برای جنبست این محفل نور رشته سخن را به رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان استاد محیدین کبیری میدهیم تا به حیث رهبر و پیشوای این حرکت مشاهده، دستورات و راهنمایی که به اعضا و جانبداران حزب، به مهمانان و مردم کشور دارند، در محفل امروزه نور ابراز دارند. و بفرمایید استاد. و بار دیگر همه استادان، نمایندگان کورپوس های دیپلماسی و آنهایی که با شرکت خودشان در این محفل نور بخشیدند، بار دیگر حضور آنها را خیر و مقدم میگوییم، با آنها موفقیت آرزو داریم. سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی رسوله محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. استادان محترم، مهمانان گرامی، اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، هواداران، نمایندگان سفارتخانه ها و سازمان های بین المللی، اهل قلم، روزنامه‌نگاران محترم و همه یار و دوستان، بار دیگر شما را به دفتر نهضت اسلامی تاجیکستان خیر مقدم میگم و برای مشارکتتان در این محفل نور به خاطر یادبود همه شهدای این ملت و از آن جمله استادان سید عبدالله نوری و استاد محمد شریف همت‌زاده از شما تشکر میگم. چون وقتم خیلی تأخیر شد و استادان اینجا صحبت‌های لازمی را کردن، چه درباره فلسفه و حکمت شهادت، درباره نقش علما در بیداری ملت و این چنین میراث سیاسی استاد سید عبدالله نوری و وضع کنونی نهضت، این چنین ملاحظه هایی که از طرف استادان و بزرگواران اینجا کرده شد از نگاه ما خیلی کافی هست و مسئولیت ما هم تنها تشکر از این استادان است، خیر مقدم شما. ولی چون با ما دستور شد از طرف رئیس کننده که چند ملاحظه جنبسته خود را کرده باشم، یک چند دقیقه وقت شما را هم خواهم گرفت. نکته اول این است که ما در اینجا برای یادبود شهدا آمدیم. شهدا هیچ نیاز به آن ندارند که ما از آنها یاد کرده باشیم. هیچ شهید دیگر نیاز به ما غیر از دعا دیگر نیاز ندارد. این ما نیاز به شهدا داریم. جمع شدن ما به خاطر این شهدا برای خودمان هست. همون طوری که آنها از پیامبر اکرم برای خود آینه ساختن صلوات الله علیه که رفتار و گفتار و کردار خود را مطابق با رفتار و گفتار و کردار اون
شخصیت بزرگوار کرده باشند. مسئولیت ما هم این است که تلاش کنیم با این نشست ها، با این یادبودها رفتار و کردار خود را تا حدی که امکان دارد مطابق به گفته ها و رفتارهای اون شهدا کرده باشیم. صحبت تنها سر دو شخصیت یا ده ها و صدها شهدای نهضت اسلامی تاجیکستان نمی رود. یادبود ما به خاطر همه شهدای این ملت است. شهدایی که برای این ملت، برای این فرهنگ، برای دین، برای این سرزمین چه در عصر امروز و چه در گذشته جان خود را نثار کردند. و شرط نیست که در میدان نبرد جان را از دست داده باشند. شاید یکی در بستر جان خود را به جان آفرین سپرد، ولی چون اندیشش با ملت بود، زحمت کشید، نوشت، با سخنش، با قلمش، با هدایتش در راه این ملت، دین، مرزوم خدمت کرد. همه کسان از جمله شهدا هستند، شهدای این ملت هستند. ما میخواهیم که نه تنها شهدای نهضت یادآوری شوند. پیشنهاد ما این است که ما همه این ملت روزی را انتخاب کنیم برای یادبود شهدان این ملت. این ملت نیاز به شهدایش دارد، به یادبود آنها دارد و شرط نیست که امروز باشد، بله امروز برای ما خیلی عزیز است، چون روز تولد استادمان، مؤسس حزبمان هست و این ماه هست یا شب و روزهای هست که استاد دیگرمان، استاد محمد شریف احمدزاده، عیناً در همین شب و روزها از دنیا رفتند. یک بهانه بیش نیست و اگر کسی فکر میکند که نهضتی ها هم باز زادروزها را و شخص پرستی را رایج دادنی هستند، اشتباه میکند. نه، هر روز برای ما زادروز این بزرگان هست، ولی همچون رمز بد نیست که اگر ملت در توافق با همه قشرها، به خصوص رهبریت کشور، حکومت جمهوری تاجیکستان، پارلمان کشور، روزی را به خاطر یادبود شهدا ما انتخاب کنیم و همه ساله آن قید شود. شاید ملت تاجیک یگانه ملت باشد که شهدای خود را ثبت نام نکرده است. ما اگر گذشته را میگیم که امکانات تکنیکی نبود، نتوانستیم ثبت کنیم که واقعا شهدای ما در اولهای عصر 20 ما هزارها، ده ها هزار شهید داریم که برای این وطن و این سرزمین جان خود را نثار کردند. یک قسمش هجرت کرد افغانستان که پدران و باباهای ما بودند، در جهان پراکنده شدند. هدف اونها پیش راه اصطلاحگران را گرفتن بود. اصطلاحگر فرق ندارد با کدام نیت به کشور ما می آید، اصطلاحگر است. یک کس شاید آلمان میخواست که اروپا را بگیرد، جهان را بگیرد، میخواست که بشریت را از ظلمت بیرون کند و راه درست را نشان دهد. اگر شما با آقای گیتلر، من این آقا میگم به خاطر آنکه اون زمان رهبری آلمان بود، اگر اون زمان صحبت میکردید که چرا میخواهید که اروپا و جهان را تسخیر کنید، میگفت که من میخواهم اینها را سعادتمند بگردانم. در نزد خود چنین نیت گذاشته بود. ولی مناسبت ما و شما، تمام کشورهایی که از طرف آلمان فاشیستی اون زمان تحت اسارت قرار گرفت، چی هست نسبت اون نیت آنها را جز اصطلاحگر بیش نمیدانیم. و هر که به این سرزمین ما، به این کشور ما با هر نیت آمده بود، نیتش از خودش، ولی هر که مقابل اصطلاحگر مبارزه کرده است به خاطر این وطن، ارزش‌هایش، فرهنگ‌هایش در کدام عصر و زمانی نباشد، او شهید این ملت است. پس اگر ما نمیتوانیم شهدای 100 سال پیش را ثبت نام کنیم، مگر امروز امکان نداریم که شهدای 15-20 سال پیش جان خود را نثار کرده از هر دو طرف که وارد یک فتنه شدند، ملت ما را به هم زدند، بالای هم شوراندند،
ولی این شهدا رو باید ثبت نام کنیم، نام به نام. اونها پدر داشتن، مادر داشتن، زن و فرزند داشتن. چه بدی دارد که امروز ما مشخص کنیم آمار واقعی شهدای ملت رو در اون جنگ خانمانسوز، فرق ندارد چه از کلا بود، از بدخشان بود، از رشت و ختلان بود، از حصار و زرافشان بود، نه به خاطر متهم کردن کسی از کجا بیشتر شهید شد از کجا کمتر، به خاطر آنکه آنها همه انسان بودند، همه تاجیکستانی بودند، آرزوی زندگی داشتند، ولی وارد این فتنه کردند ملت را و آنها همه شهید شدند. به خاطر یادبود همه آنها، به خاطر آنکه برای آیندگان درس بشود که این ملت این تاریخ ننگی را از سر گذراند و نباید این فاجعه دیگر تکرار شود، ما خود را قرضدار این شهدا بدانیم. بد نیست که اقدامی از طرف مقامات شود، جامعه کمک کنند و ما حداقل قرض خود را در پیش این روح شهدا ادا کرده باشیم که آخرین کاری که از دستمان میآید این مشخص کردن آنها و احترام گذاشتن به آنها است که باید حتما انجام شود. نکته دیگر که فکر میکنم جایش اینجا باشد برای گفتن این است که همه خود را قهرمان این صلح میداند، ولی هیچ کس خود را گناهکار جنگ نمیحسابد. بله هر جنگ با صلح تمام می شود. هر جنگ سببی دارد و هر صلح قهرمان دارد. اونایی که میخواهند که پرچم قهرمانی رو در صلح تنها به خودشان نسبت بدهند، چه از نهضت باشد چه از طرف دیگر، اشتباه میکنند. قهرمان این صلح ملت است. با کمک خداوند، با هدایت عقل و فراست ازلی ملی، ملت به صلح رسید. بله دشوار بود و همونطوری که استاد مرحوم در یک جملهش بسیار مختصر ولی پرمحتوا گفتن که من هدایت را برای صلح از قرآن یافتم. از او سوال میکردن که چرا صلح کردی؟ همونطوری که مجری این نشست گفت که در اوج قدرت گفت که دستور صلح را از قرآن گرفتم که باید در این شرایط صلح کرد. همونطور هم طرف حکومت جمهوری تاجیکستان با رهبری امام علی رحمان هم وضعیتشون آسان نبود، به خاطر ملت صلح کردند. ولی گناهکار جنگ کی باید توبه کند؟ کی باید خودش را گناهکار بشمارد پیش تاریخ، پیش ملت؟ امروز آسان است گناهکار جستن، یکی را متهم کردن، طرف اپوزیسیون شاید حکومت اپوزیسیون را یا هر دو طرف دشمنهای بیرونه را متهم میکنیم. اگر در نزد یکدیگر نشسته باشیم برای ناراحت نشدن طرف دیگر میگیم بیگانه ها ما را جنگ انداختن، ولی شاید که اگر در خلوت بیاییم میگیم نه این طرف جنگ را شروع کرده بود. چرا ما هر کداممون احساس توبه و ندامت و گناهکاری نکنیم؟ نوابسته از آن که در دستمون سلاح گرفتیم یا نگرفتیم، در اون زمان حق بودیم یا ناحق. تنها ملت جسور، ملت با شجاعت قدرت آن را دارد که یک روزی را همچون روز توبه ملی یا ندامت ملی اعلان کند، تا اینکه خود را در پیش تاریخ نسل‌های گذشته و آینده بگوید که ما یک نسل بودیم که نتوانستیم ملت را از این فتنه نجات بدهیم. همه گناهکاریم. من اون شب روزها در یمن بودم. اصلا پیش از جنگ رفته بودم برای تحصیل، بعد از جنگ برگشتم آمدم، نبودم در کشور. ولی احساس توبه و ندامت باید در من هم وجود داشته باشد که منم جز این ملتم. شاید کاری ضروری رو از همون خارج نتوانستم انجام بدهم که حداقل یک کمی از این دشواری جنگ کمتر شود. چی رسد به کسانی که در اون زمان مسئولیت داشتند، چه مسئولیت دولتی، چه مسئولیت جمعیتی، اپوزیسیون یا حکومت. من مطمئنم که اگر استادان امروز در بین ما می بودند،
چون با اون فرهنگی که داشتن، با اون جوانمردی و جسارتی که داشتن و این صلح را پذیرفتن، حتما خودشون این پیشنهاد را میکردن که باید یک روزی را ما روزی اعلان کنیم، هم به خاطر یادبود شهدا و همگان احساس توبه و ندامت کنیم پیش روح اون بزرگان که نتوانستیم جان آنها را حفظ کنیم. تمام ملت باید خود را گناهگار بداند. اگر میخواهیم که تمام ملت خود را قهرمان صلح بداند در آینده و این فاجعه تکرار نشود، باید که این کار را حتما انجام داد. اینجا دوستان بسیار صحبت‌های خوب کردن در موضوع آنکه نهضت چرا صلح کرد، چی میخواست و هدف چی بود. و مولوی عبدالحی بسیار ساده، عامیانه ولی با همون اسلوب خاص خودشان ماهیت مسئله را شرح دادند که اصلا دیگر شرح و تفسیر نمیخواهد. که مردم مسلمان فقط یک چیز میخواهد: آرام خدای خود را عبادت کردن در چارچوب اون فرموده های قرآن، سنت و قانون های کشور. این ملت تاجیک واقعا ملتی صمیمی هست، ساده هست، دلصاف هست، پاک هست. اگر حکومت یک قدم به طرفش بگذارد، ملت 10 قدم میگذارد. شرط نیست که حکومت ها به طرف ملت تاجیک 10 قدم بگذارند، 1 قدم کافی است. من یادم هست که رهبر کشور وقتی که کدام تگمه گیس را پخش میکردن، فقط کلمه بسم الله الرحمن الرحیم را زیر لب گفتن که در میکروفون ها هم آمد. مردم چقدر خرسند شدن، چقدر دلشون شکفت که رهبر کشور با بسم الله الرحمن الرحیم این گیس را گیس سنگتوده بود. به فکرم یا جشن امام اعظم، چقدر منظور ایشون که جشن امام اعظم را گذرانیدن چقدر خودش تأثیر داشت بالای مردم که حکومت دارد به طرف ارزش‌های دینی ملت حرکت میکند. ولی وقتی که میبیند که نه ما را آهسته است، نه تنها خودشون دور شده ایستادن، ملت را میخواهند دور کنند، واقعا سنگین است. پس ما چیکار باید کنیم در این لحظه، در این حالت ها؟ باید که بر بگردیم به همون مکتبی که امروز یاد از مؤسسانشون میکنیم. این مکتب تنها مکتب استاد سید عبدالله نوری و استاد محمد شریف مزاده و ده ها بزرگان و شهدا نیست. این مکتبی هست که پیامبران آن را تأسیس دادند. وقتی که اون برشور آماده میشد که نزد مهمانان هست، نام را انتخاب میکردیم برای این برشور. من پیشنهاد کردم به برادران که نامش را آقای عبدالقادر اگر به خاطر این روز آماده شد، گفتم نامش را مانند مکتب اعتدال. چرا اعتدال؟ اعتدال در این هم عدل هست، انسان باید از روی عدل قضاوت کند، و هم در وسط بودن، در میانه بودن، نه به طرف چپ گرایش کند نه به طرف راست، نه به افراط نه به تفرید. همون طوری که خداوند عظیم الشأن میفرماید استعیذ بالله و کذالک جعلناکم امة وسطا لتكون الشهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. ما شما را یک امتی وسط میانه آفریدیم. مسلمان نمیتواند یا افراطی باشد یا تفریطی، یا در چپ قرار بگیرد یا در راست. باید در وسط قرار بگیرد، اعتدال داشته باشد، تا اینکه شما شهید باشید بالای مردم، شهادت بدهید. اعتدال یعنی چی؟ اعتدال معنی اون رو ندارد که هر وقتی که خواستند به سرت کوفتند باید خاموش باشی. یعنی در صبر هم باید اعتدال کرد، در جهاد هم باید اعتدال کرد، در هجرت هم باید اعتدال کرد، در اقتصاد، در سیاست، در زندگی شخصی، در همه حالت یک مسلمانی که میخواهد طبق مکتب پیامبران و استادان رفتار کند باید اعتدال را رعایت کند. در حالتی که ما و شما قرار داریم، اعتدال یعنی چی؟
باید این صلح و ثبات و امنیت رو حفظ کرد. این یک طرفی مسئله هست. همونطوری که استاد رشید غنی عبدالله گفتن که نهضت هم مسئول امنیت و صلح و ثبات است. همیشه تصمیم هایی که گرفته است این معیار رو همیشه در ذهن ما داریم. ولی اگر ما فقط به خاطر صلح و ثبات و امنیت که طرف دیگر همیشه تلاش کند که اون رو ویران کند، ما اگر خاموش بنشینیم، این اعتدال نیست، این تفریط است. همزمان با این صبر و تحمل حرف خود را باید به حکومتداران، به جامعه رسان و آگاه کرد که دارید اشتباه میکنید. عیناً همون کاری را که نهضت کرده ایستاده است. ما از یک طرف تلاش میکنیم برای صلح و ثبات، از طرف دیگر به حکومتداران آگاهی میدیم که این کارها را نکنید، بر ضرر خودتان و بر ضرر ملت و دولت انجام می شود. اگر گاه رفتار کردیم که به نفع ملت و دولت بود، خیلی خرسند می شوند، میگن خوشا به حال نهضت که بسیار تصمیم های درست گرفتن. همون زمانی که ما تنقید کردیم، آگاهی دادیم، میگن که اینا الکی با صدا بلند کرده ایستادن. اینها را باید که در جایشان نشاند. اعتدال را رعایت کردن در وسط بودن یک خطر دارد. در برابر مثبت‌هایش یک خطری دارد، یک جنبه منفی دارد که شما را همیشه از دو طرف میزنند. افراطگرها از یک طرف میزنند، تفریطگرها از طرف دیگر. یک قشر از جامعه که به تعبیر استاد رشید غنی عبدالله که خیلی احساساتی هستند، نهضت را برای صبر و تحمل بیشترش انتقاد میکنند که این ترسیدند، ضعیف شدن، مال پرست شدن، منصب پرست و دنیا پرست شدن، خاموشن، آرامن. یک طرف دیگر، طرف برعکس، ما را باز سنگ میزنند به خاطر تنقیدهایمان، به خاطر آگاه کردن، میگن که اینها باز سر بلند کرده ایستادند. اینها ادامه همون طالبان و افراطگرهای دیگر هستند. نهضتی بودن معنی اون را دارد باید که آماده باشیم که از هر دو طرف، از چپ و راست، از افراطگرها و تفریطگرها ما تنقید خواهیم شنید. ولی مسئولیت ما همین است که مثل همون استابیلیزاتوری که قوه برق با شدت میآید دستگاه های الکترونی را، تلویزیون را نسوزاند، باید استابیلیزاتور باید که مستحکم باشد، نیروی برق را، شدت را به طرف دستگاه کمتر بدهد. نهضت اسلامی تاجیکستان امروز تمام وزنینی را به خودش گرفته ایستاده است تا اینکه شدت فشارهای حکومت بالای مردم نآید. ریگولدروفکا باید کنیم. از طرف دیگر شدت احساسات مردم، ملت به طرف حکومت حرکت نکند. استادان در دشوارترین لحظه ها این گونه تصمیم ها می گرفتند. ما هم دعا میکنیم که پروردگار تا اون روزی که مسئولیت به دوشمان هست در خدمت و پهلوی برادران و خواهران و استادان هستیم، ما را در این چارچوب و قالب مکتب اعتدال پیامبران و استادانمون نگه بدارد. و بار دیگر از یکایک شما تشکر میگم، به خصوص از مهمانان و استادان بزرگوار که در این محفل ما را محفل را نورانی کردند و همراه ما در اینجا چند ساعتی بودند. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همدیران عزیز، مهمانان گرامی، با همین محفل جمهوریوی نور به اتمام رسید. حضور یک و یک شما را بار دیگر خیر و مقدم میگوییم و از خداوند مسئلت داریم که برای هر یک قدمی که شما برای شرکت در اینجا گذاشتید، خداوند برایتون اجر و پاداش در نامه اعمالتون ثبت کند. خوش آمدید و این محفل ما همه ساله برگزار می شود. انشاءالله باوری داریم که سال آینده نیز در همین شب و روز در همین سالار گرد هم جمع خواهیم آمد. سلامت باشید.